سلام، من مازیار یاوری. سلام، منم رضا هوشمند. به برنامه دیگه از تای بریک خوش اومدین. خیلی خوشحالیم که تو این چند برنامه‌ای که پخش شد ما رو حمایت کردیم و این برنامه مورد استقبالتون قرار گرفت. خیلی خوششون اومد. من چیزی که توی بازخوردی که از آدم‌ها داشتم خیلی خودم خوشحال شدم راستش. آره، منم اولش یه سری حالا حاشیه‌های کوچولو پیدا شد ولی حاشیه‌ها که خیلی زیاد بود. جذاب بود. فیدبکی گرفته بودیم، خدا رو شکر خوب بوده و حداکثر تلاشمون هم می‌کنیم که تو برنامه‌های بعدی و این برنامه مخصوصا که مهمونه جذابی هم داریم بتونیم اتفاقای جالبی رو رقم بزنیم. بله، و به چیزای خوبم برسیم یکم. آره، قرار شده که یه مقدار چیزای بد رو نبینیم، حرفای مثبت رو اول بگیم بیشتر، بعد بریم سراغ، چون چیزای خوب معمولا همه میبینن. میدونی اگرم تا الان ما در مورد چیزای خوب صحبت نکردیم که میخوایم حالا این بعد بزنیم درباره‌اش صحبت کنیم، دلیلش بیشتر این بوده که چیزای خوب همه دارن میبینن و راضی هم هستن. ما دوست داشتیم بیشتر درباره مشکلات صحبت کنیم، ولی الان تصمیم گرفتم که یه ذره خوبی‌ها هم دوباره بگیم که متوجه شن همه که بابا چه خوبیایی هم ما، چه اتفاقای خوبی هم تو این چند وقته رقم زدیم، چه اتفاقای خوبی برامون افتاده. حالا فقط به بدی‌ها و حاشیه‌ها فکر نکنیم. آره دقیقاً، مخصوصا که پدل تو ایران خب رو به رشده و قراره که حالا این مسیری که بچه‌ها و شماها و حالا کسایی که تو این زمینه فعال بودن توش کار کردن بتونن که حالا با انگیزه بیشتری ماجرا رو ببرن جلوتر و قاعدتا هم حالا تو هر اتفاقی که قراره که بیفته و یا افتاده نقصایی وجود داشته که امیدواریم همه این نقصا با حالا اجرای چنین برنامه‌هایی یا برنامه‌های مشابهی که حالا ساخته بشه بتونن در اصل به بهبود این ورزش کمک کنن. دقیقاً. خب طبق به روال برنامه ما اول اتفاقاتی که توی دنیای پدل افتاده بررسی می‌کنیم و بعدش میرسیم به اخباری که توی ایران و مخصوصا لیگ سوپر جذابی که با قهرمانی تیم گل و بازی گل اتفاق افتاد ماجرا رو میبریم جلوتر. لیگ جذابی بود، ولی اول اتفاقات سال گذشته میلادی رو که خب دیگه تموم شد و دیگه وارد سال جدید پدلی هم خواهیم شد ان شاءالله بررسیش کنیم ببینیم چی بود. آره، اولی اتفاق خب جذابی که اول سال افتاد لباس در آوردن لبرون شبیه مسی بود جلوی یانگواس و گاریدو که خیلی من آره خیلی خفنم و ولی خب تایمی هم بود که تازه با لبرون بود، با گالان بودش هنوز. آره، وقتی جداشون از هم یه مقدار خودش متزلزل شد متاسفانه. بعد دقیقاً شوک بعدی که اتفاق افتاد همین جدایی لبرون و گالان بودش، قهرمانی آرژانتین توی جام جهانی و اون حرکتی لبرون توی بازی اولشون بود که فکر کنم بازی فینال بود. نه بازی فینال، بازی اول. آره. دقیقاً که یه اسمایل زد توپو در آوردن رفت گیر کرد. خیلی ولی اون لحظه هوشت عجیبی داره، یه کسی که اون لحظه که میبینه توپ نمیتونه در بره یا توپ جیبش در بندازه. من الان چند بار دیگه ویدیو دیدم قشنگ دست کرد تو جیبش و توپ رو انداخت. آره خیلی اتفاق در اصل پرحاشیه‌ای بودش که خیلی راجع به صحبت کردن که این کارو قصد کرده. خوشحالی بعد گل رونالدو. آره گل زد اومد والی بکند زد و همه جا جهانیش پخش شد اصلا. آره فکر کنم یکی از هات‌ترین و جذاب‌ترین و وایرال‌ترین عکسایی بود که اومد بیرون و همه برنامه‌ای که برامون فرستادن. فکر کنم هفته پیش بود توی ناس، تو همون زمینایی که بازی می‌کنیم ما مسابقه دادیم برای تیم ملی، تو همون زمین بازی کرده بود با سباس و دو تا پرتغالی دیگه. خیلی جذابه واقعا حضور رونالدو و بازیکن‌های بزرگ تو پدل واقعا شناسونده و نشون میده که این ورزش چقدر جذابه، چقدر اسپانسرها دارن میان سمتش و همین آدما باعث میشن که اسپانسرهای بیشتری هم سمتش بیان. و یک کوچولو حالا بحثمون امروز روی این داستان اسپانسر و داستان جذابیت پدل و اتفاقاتی که مثبتی و رو به اوجی که داره پدل میره و باعث ناراحتی یه سری آدما شده که احساس میکنن که پدل داره موقعیت خودشونو به خطر میندازه. درباره اینا صحبت خواهیم کرد به سر فرصت، خیلی کار دارم با این داستان من امروز.
بلا خدافزی کرد. متاسفانه یکی از جذابترین پدلیستای دنیا بود. 12 سال شماره 1 پدل ایران، میگم ایران، پدل دنیا بود. کاش که ایران بود. فرساد و حیف شد واقعا. فرساد می‌دونه که 12 سال شماره 1 باشه. آره دیگه، واقعا حقشه اونم. اتفاق جالبی که افتاد، اولین زمین پدل پورتبل توی کورت کلی خیلی خیلی جذاب بود که حالا فکر کنم ترند بشه و بازم از این. آره خیلی اتفاق باحالیه. خب آخرین اتفاق سال 2024 هم که مسابقات مسترز فاینال بارسلونا بود که خیلی مسابقات جذاب و یه اتفاق خیلی عجیبی هم افتاد که مازیار بیشتر بگو بهمون. شکست گالان و چینگو توی چینگالان در راند اول و باخت عجیب تاپیا و کوئلو بعد از فکر کنم 170 روز 168 روز که نباخته بودن و باختن. 47 تا بازی بود نباخته بودن و تونسته بودن تو این مسابقات تو این سال 2024 14 تا تایتل قهرمانی هم داشته باشن. یا آمار خیلی جذاب دیگه همی که 190 تا ست بردن و 30 تا ست فقط باخته بودن. خیلی زیاده واقعا. و نکته بسیار جذاب دیگه هم حضور تماشاگرایی بود که توی استادیوم بارسلون اومده بودن، حدود تقریبا 15,000 تماشاگر و واقعا آرزوی شخصی من اینه که یه روزی بتونیم توی اول از همه توی تنیس 4,000 نفره انقلاب و بعدش هم 12,000 نفره آزادی یه روزی اتفاق بیفته. تنیس اون باش زمین تنیس فکر کنم الان فقط بعد از کنسرت و تئاتر پدل بتونه پر کنه. دقیقاً. بعید میدونم تنیس که بتونه پرش کنه. قهرمانه این دوره هم که سانز و نیتو بودن. خیلی هم خوشحال بودن. خیلی بازی هم 3-0 شد. حق دارن. اولین ست رو تاپیا و کوئلو برده بودن ولی ست دوم رو تو 7-5 تونستن ببرن و ست سوم هم 6-3 که اصلا هیچی باورش نمیشد که این دوتا بازیکن بتونن قهرمان این مسابقات بشن. حالا اتفاق جذابی هم که قراره که سال 2025 بیفته و البته هنوز قطعی نشده ولی احتمال زیاد دیگه بازی‌ها گلدن پوینت خواهد شد و نوعده مثل دقیقاً مسابقات ورلد پدل توری که قبلا برگزار میشد و امسال هم از فوریه اولین مسابقات پریمیر پدل توی عربستان شروع خواهد شد. کشورهایی که امسال هم میزبان این مسابقات هستن تقریبا شبیه پارسالن و از کشورهای آسیایی هم خب عربستان هست، قطر هست، امارات هستش، مصر حالا تو آفریقا هستش و بقیه کشورها دیگه بیشتر کشورهای هم اروپایی هستن و مکزیکو، آرژانتین و یه مسابقات تو اسکاندیناوی هم برگزارش این جدیده و مجددا هم آخرین مسابقه توی بارسلون برگزار خواهد شد. 11 تیم جدید هم پیوان پریمیر در واقع به خودش میبینه امسال. آره دقیقاً ترکیبای خیلی جذاب. آره که فکر کنم امکان این که یه مقداری اون شماره یکی کوئلو و تاپیا رو متزلزل کنه هست. حالا لبرون و استوپا با هم قرار وایسن، دیننو، گاریدو تیم خوبی هم هستن این دوتا هم. البته لبرون هم برمیگرده دوباره راست. آره دیگه مثل اینکه مثل منه میکنه همون راست بهتر بازی کنه. یانگواس و کاکینیتو، جانسانز، مومو، گونزالز، ناوارو، برگامینی، اینا البته خیلی تیمشون دفاعی میشه. آره خیلی تیم. آلونسو، الکس آرویو، خوان تیو، لیباک، اشفتو مورد علاقه جدید من، الکس رویز، الکس چوزاس و کوردونا با آکسبورگر آکسبورگر، گوتیرز و ژاویدی. ولی واقعا خوب ادامه داره میده. آره اینم دیگه خیلی وقتی نمیخواد انگار باز. آره نه من میمونه. ماکسی سانچز هم خیلی قدیمیه. ماکسی سانچز و کامپا هم همینطور، لوکاس کامپا، اینا همه جزو قدیمیان. کامپا ولی تاپیا و کوئلو که با هم میمونن، گالان و چینگوتا هم که با هم هستن میمونن. رو خانوما هم که آره رو خانوما هم یه سویچی اتفاق افتاده که دل فیبره ها که با بها بودش
از هم جدا شدن. حالا دلفی با جماتریا واسطه و بیام با کلادیو فرناندز. اونورم یه ترکیب جذاب دیگه هم هست که سالازار با ورونیکا ویرسلدا قراره که وایسه و آرانزو اوسورا هم که با کاستلو، که همشون واقعا ترکیبای خیلی جذابی هن. ولی کماکان آری سانچز و پائولو خوزه ماریا با هم تو سال 2025 کنار هم خواهند بود. به نظر امسال بازم کوئن و تاپیا قهرمان میشن. من احساس میکنم یه سری جوان جدید قرار بیاد. احساسم اینه، حالا نمیدونم، چون واقعا این ریتمو بعید میدونم بتونن دیگه ادامه بدن، انقدر یک ضرب و پشت سر هم بتونن قهرمانیاشون رو ادامه بدن. یه مقدار کار سختیه. حالا بحث جوانگرایی شد، راجبه همین لیگ آخری که هفته پیش برگزار شد، تیم شما فکر کنم جوانترین تیم بود دیگه و تونستین قهرمان بشین. به غیر از کلا مسن‌ترین بازیکن‌های لیگ یکیشون من بودم، یه دونم از من بزرگتر هاجنوش بود فقط، درسته دیگه، یه دونم دیگه حسین زاده حسین زاده هم بودن. اینا ما سه تا بزرگترین‌های این تورنمنت بودیم دیگه. ولی ما واقعا سه تا بازیکن تیم ملی جوانان رو با خودمون آورده بودیم توی تیم، بردیا شریفی و علی تقی‌زاده و رامتین رافعی که ستاره‌های قهرمانی. مهسیار هم آورده بودیم. مهسیار از تیم ملی دارم میگم. مهسیار خب بود که اونم از جوان‌ها حساب میشه. خود دنی از جوان‌هاست، خود دانیال قارونی جوونه. من و محمد کاظمی سپنتا هم حتی جزء تیممون بود، اونم جوونه. یعنی ما تیممون کلا خیلی جوون بودن، فقط من و محمد بودیم که بالای 30 بودیم، بقیه همه زیر 25 بودن، زیر 18، زیر 25، زیر 18. خیلی خدا رو شکر تیم و خیلی هم تیم گل کاشت. حالا موافقی ادامه بحث لیگو با دست برگزار کننده خیلی از مسابقاتی که داریم و یه شخصی که واقعا تو پدل زحمت کشیده و خیلی هرس برده، فکر کنم بیشتر خیلی زحمت کشیده. من خودم خیلی به هم گفتم خیلی از این کیفیت بالایی مسابقاتی که این چند وقته برگزار شده رو مدیونشیم. اینو جدی میگم، واقعا خیلی زحمت کشیده، خیلی کمک کرده. بهتره بایستیم خودش بیاد با خودش صحبت کنیم. ها، به افتخار سهراب و حسین زاده. خب آقا سهراب سلام. سلام خدمت مازیار عزیز، رضای عزیز، دوتا از زحمتکشای پدل ایران. سلام خدمت همه بیننده هاتون، مرسی که منو دعوت کردید. منم سلام کنم خدمت سهراب. دمت گرم، واقعا یکی از کسایی که خیلی واقعا تو این مدت زحمت کشیده واسه پدل، چه برای تیم ملی چه برای مسابقاتی که تو این چند سال اخیر برگزار شد. ما که از بیرون شاهدش هستیم که خیلی واقعا تنش و استرس و خیلی زیاد، قور زیاد و دیگه آب دیده شدم دیگه سیب همه جوره با لیگ آخر که دیگه اصلا سر شدم. ریلکس، راحتم. آره، سوگند و آرتا هم خیلی زحمت کشیدن برای مسابقات. ببین کلا که خیلی خانم ارمغان خداوکیلی تشکر ازش باید بکنیم. آره ببین اصلا کلا واسه برگزاری مسابقات، حالا چه بحث لیگ باشه، چه مسابقات کشوری باشه، چه اصلا حتی آدینه باشه، خیلی زحمت میکشن که اصلا کارشون شاید به چشم نیاد، یعنی کسی نبینه، ولی
انقدر این پروسه برگزاریش پیچیدگی‌های خاص خودشو داره، یعنی واقعا برای برگزاری یه مسابقه ساده که عادی باشه خیلی زحمت میکشن. این واقعا جا داره از همشون تشکر کنیم، چون اگه اینا نبودن واقعا نمیشد خیلی از این مسابقات رو برگزار کرد. بله دقیقاً. حالا سهراب راجع به خودت اول یه توضیحاتی بده، خودتو معرفی کن، چند سالته، چند وقته؟ سن چرا میری سراغش؟ این سنه آقا چرا باید بریم سراغ سن؟ من 37 سالمه خودم. من خودم تو 37 سالت، تو کجا 37 سالت؟ 67 من 66 هم دیگه. خب من 65 ام، یعنی 65 66 67 دیگه. راجع به سن صحبت نکن دیگه، گفتیم دیگه. نه دیگه، ولی تو 37 نمیشی، من میشم 38. من 37 36. خب خدا رو شکر. فکر آره بکنم دیگه. نه گفتم 37 سالته برو خدافظی کن. من گفتم نه، اینجوری که به منم میگن 40. حالا چند ساله با پدل آشنا شدی؟ اصلا چی شد که آشنا شدی و کلا خودت یه توضیح بده دیگه. ببین خیلی جالبه، سال 97 یا 8 نویدی که بچه‌ها همه پدلی‌ها میشناسنش. آره دیگه، کافه باشگاه انقلاب همین FGB پدل و دستش بود. بعد برای افتتاحیه‌اش باهاش کاری داشتم در مورد موزیک و موزیکای کافه‌ش و اینا، اومدم اونجا. بعد دیدم این ورزشیه، گفت این ورزش تازه اومده پدل، حالا ای حال کردی بیا با هم فردا پس فردا بریم بازی بکنیم. منم یواش یواش از فرداش اومدیم و رفتیم همینجوری بازی کردیم و یواش یواش همینجوری زیاد و زیادتر شد. ولی به طور جدی بخوام بگم تقریبا میشه 3 ساله که دیگه خیلی جدی خودم تمرین کردم دیگه. حالا مسابقات رو دادیم و دیگه به این لول رسیده که الان اینجا. ولی میشه گفت نویدی کسی بود که منو با پدل آشنا کرد. کار اصلی ولی یه چیز دیگه است. ببین کار اصلیم که اصلا بخوام از قبل‌تر بگم که اصلا خیلی پیچیده میشه. خیلی آره خیلی عقب میشه. ولی اصلا نوع یعنی چیزی که تحصیلاتم بوده، اصلا کاری که کردم اصلا خیلی بی ربط با این داستانه. ولی اگه قبل پدل بخوام بگم، تولید ساز هنگدرام یه کاری با بچهای خودمون راه انداختیم که برنده، حالا نگم تبلیغات نشه، نه بفهمید برنده پنشی که واقعا باعث افتخاره. تو پدل هم اسپانسر بودیم توی خیلی از دوره‌ها، خیلی از مسابقات. تقریبا اون کارو باشون همکاری دارم. اسپانسر بازیکنایی هم بودی که قهرمان شدن. اسپانسر خیلی از مسابقات، خیلی از بازیکنای چیزام بودیم. راست میگی. اینو شو کردم. قهرمان شدن. داشتیم دیگه. کیو قهرمان کردی؟ فکر کنم تیم تو لیگی که چیز بود FGB فرسادین اول شدن تو لیگ اولیه، رو آستینشون یکی از اسپانسرها پنشی بود. ولی بیشتر بحث هنریش واقعا پنشیا یه تحول خیلی بزرگی تو هنگدرام واقعا ایجاد کرد. با هم یه مقداری کار کردیم و خیلی سازه جذابی. اگر تو هنگدرام میزنی روزو؟ نه علاقه دارم بزنم. ولی فعالیتات توی پدل اول از چیز شروع کردی دیگه، از آدینه هایی که ببین خیلی جالبه. امیرحسین موسوی اون موقعی که مسئول برگزاری مسابقات بود، قبل اینکه مهاجرت کنه دنبال کسی بود که بیاد جاش. من اصلا راغب نبودم نسبت به این کار. حالا خیلی دوستانه با هم صحبت کردیم، گفت چیز خاصی نیست، بیا یواش یواش شروع کن، کنار کارت اینم داری. اولش رفته. آره مثلا کنار کارت اینم انجام بده، کمک کن. حالا نیازی نیست همیشه باشی، همین نیازی نیست همیشه باشی. رسید به جایی که من دیگه کلا شیفت کردم، تقریبا میشه گفت همه زندگی و کارم رو روی پدل و روی برگزاری مسابقه و ولی در اصل استارت کاری من تو پدل برای کمیته مسابقات، رئیس کمیته مسابقات و برگزاری مسابقات در اصل شروع شد. برای FGB یا فدراسیون؟ اول برای آدینه‌های FGB، بعد رفت تو لول فدراسیون. توی فدراسیون چه پستایی داری؟ رئیس کمیته مسابقات، مربی تیم ملی و دبیر و مسئول آموزش مربیان هستی که تا درباره تمام اینا باهات کار داریم. حالا بله در خدمتی. خب یه سوال کلی که شاید برای بیننده‌ها جذاب باشه این که یه مسابقه که بخواد برگزار بشه چه اتفاقاتی قبلش میفته، چالشاش چیه، اسپانسرایی که قراره که بیان به عنوان حامی حالا اون مسابقات اونا از کی میان، مقدار حالا بودجه خاصی یا هزینه ورودی خاصی باید داده بشه، اینا همه از قبل آیا مشخص شده یا نه، و کلا بیشتر راجع به همین اتفاقات و چالشایی که برای برگزاری مسابقه است بگو. ببین هر مسابقه با مسابقه دیگه خیلی فرق داره این داستان برگزاریش. آدینه یه داستانه،
یه موضوع داره، اصلا یه جور دیگه میره جلو. مسابقات کشوری یه جور دیگه است، لیگ یه جور دیگه است. اینا هر کدومش شرایط خاص خودشو داره، چه از بابت اسپانسری که میاد، چه از نوع برگزاریش که چه اتفاقی توش میفته. ولی من راجع به کشوری اگه بخوام بگم، مسابقات کشوری که مدل‌های مختلف داره، 1000 امتیازی، 500 امتیازی، 250 امتیازی و 100 امتیازی، و ضمن اینکه جونیور جداست و ایشالا از سال آینده هم لیگ کشوری رو خواهیم داشت که حالا اساسنامه‌ش رو داریم طراحی می‌کنیم که فکر کنم از اواخر فروردین استارتش رو خواهیم زد. هر کدوم از این مسابقات خب شرایط خاص خودشو داره. برای مسابقات هرچی امتیازش بالاتر باشه خب طبیعتاً جایزش بیشتره، ورودیش بیشتره، اسپانسر نیاز داره و معمولا به این صورته که باشگاه در اصل 3 تا ارگان میتونن درخواست برگزاری مسابقات کشوری رو بدن. یکی خود انجمن پدل، همونطور که میدونیم فدراسیون نیستیم دیگه، زیر نظر فدراسیون تنیس هست. یه مدل اینه که انجمن خودش برگزار کننده است، یه مدل اینه که هیئت استانی برگزار کننده مسابقاته و یه مدل هم اینه که خود باشگاه درخواست میده که معمولا باشگاه از طریق هیئتش درخواست رو میده. درخواست رو که میده با من هماهنگ میکنن بابت تایمش، حالا شرایطش که ما در نظر میگیریم که تو اون تایم مسابقات دیگه ای نباشه، اعزامی نداشته باشیم و بر اساس اون تایمش که مشخص شد اسپانسرها، خود باشگاه معمولا اسپانسرش رو در نظر میگیره. یه مقدار ورودی بابت بازیکنایی که میخوان تو مسابقه شرکت کنن، در از تیمی که میخواد شرکت کنه ورودی میدن و حالا اسپانسر مابقی عددی که حالا بابت جایزه است، تبلیغات، هزینه داوراست، هزینه برگزار کننده است، همه اینا یه هزینه. یه لحظه اینجا ورودی رو به باشگاه پرداخت میکنن. بله. و خود باشگاه هم باید هزینه همه چی با خود باشگاه، همه چی با باشگاه، یعنی هزینه همه توی باشگاه میمونه. مسابقات جایزه بزرگه. دقیقاً. یعنی و فقط تنها چیزی که به فدراسیون پرداخت میشه یه حق رنکینگه که حالا بابت مسابقات 1000 امتیازی یه هرچی میاد پایین‌تر خب عددش مشخصه. حضور ذهن ندارم ولی 1000 امتیازی فکر می‌کنم 15 میلیون تومان برای سال 1403 بود و همینطوری میاد پایین‌تر دیگه. 500 امتیازی میشه 10 تومن میاد پایین‌تر. یه عدد جزئی که بابت حق رنکینگ به فدراسیون باشگاه یا برگزار کننده پرداخت می‌کنه. خودت راضی بودی از مسابقاتی که برگزار شده و اینکه به نظرت چه پارامترهایی میتونه این مسابقات رو بهتر بکنه؟ ببین، راضی بودی که من خودم آدم ایدئالگراییم و هیچ وقت راضی نیستم، چه نسبت به کاری که خودم میکنم چه نسبت به حالا پروسه‌ای که میره جلو. همیشه دارم میخواد اون کاری که دارم میکنم به نفع احسن انجام بدم و دیسیپلین خاص خودم رو تو کارم دارم. این دیسیپلین یه سری جای تداخلای ایجاد میکنه، چه با بازیکن‌ها، چه با ساب باشگاه‌ها، چه با هر کسی که حالا درگیر اون مسابقه است. ولی خب به نظرم لازمه، یعنی به هر حال چالش برگزاری همین چیزاست و این چالش ها رو حالا میگم همون چیزاییه که موام سفید شد دیگه تو این پدل اثر بین زمین ها نرین، خیلی مسائل یکی اصلا ببین اینقدر ببین اولش که شروع کرده بودم این کارو زدن به سطل آشغالا که حال نمیخوایم اسم ببریم که این کارو میکنه. بله ولی ببین خیلی چالش داره دیگه، بعد ببینیم مثلا این چالش ها رو چجوری میشه حلش کرد. ولی فرهنگ سازی باید کنیم، خیلیش به فرهنگ سازی ربط داره، خیلیش به مشکلات خودمون ربط داره، خیلی به مشکلات باشگاه ربط داره. چون تو هر چقدر هم بخوای کیفیت یه مسابقه ببری بالا، وقتی اون باشگاه اون کیفیت رو نداره شما نمیتونی. حالا من این چیزی که اداره از رو بین حرفای خودت در آوردم این که 250 و 100 امتیازی این مسابقات جالبی بود، چرا اونا رو دیگه نداریم؟ ببین برای برگزاری آخه این اولا که این مربوط به باشگاه است، مثلا برای شهرستان‌ها خب. یعنی به نظر من شهرستان‌ها بایستی یک اولویت براشون بذارین که آقا تویی که می‌خوای 1000 امتیازی به طور مثال بذاری، تو باید حداقل 2 تا 250 امتیازی قبلش گذاشته باشی. مثلا میگم تو امتیاز مسابقاتی که برگزار میکنی و باید به 1000 تا رسونده باشی تا بتونی 1000 امتیازی برگزار کنی. من نظرمه ها، مثلا 2 تا 500 برگزار کرده باشی که بتونی 1000 امتیازی برگزار کنی. تو اینجوری میتونی باگ‌های اونای مسابقات رو بگیری. مثلا ما خیلی اول که خوشحال بودم و خیلی تشکر میکنم از مثلا کرمانشاه که اون مسابقات رو برگزار کرد و باعث خب پیشرفت این ورزش توی اون شهرستان شد. ولی به نظر من
خیلی بایستی 500 امتیازی بود کرمانشاه، درست میگم؟ اولیش 250 بود، 2 تا گذاشت. اولش 250 بعد یه دونه 500. ولی به نظر من نباید 500 امتیازی رو به اون زمین کرمانشاه ما میدادیم. ببین همین دیگه، الان تو نکته‌ای که داری میگی که یه باشگاه بیاد مثلا چند تا 100 امتیازی و 250 بذاره باهاش معلوم بشه همون و برسه به پوینتی که بشه 500، ولی لزوما این ملاک نمیتونیم بذاریمش. به قول تو کیفیت زمینش باید مسلما تغییر کنه، یا اصلا این امتیازدهی رو شما بتونی یه جوری دیگه بدی. چون یکی از بحث‌های اصلی ما امروز کیفیت باشگاه‌ها هم هست که این کیفیت باشگاه‌ها 100% به کیفیت مسابقات هم تاثیر میذاره. کیفیت باشگاه‌های ما که الان به طور مثال در حال حاضر، البته هنوز خیلی از باشگاه‌های ما ساخته نشده و افتتاح نشده، در حال حاضر بهترین باشگاه ما بیشتر البته به خاطر لوکیشن باشگاه اف جی بیه. خب چون داخل باشگاه انقلابه، شاید اگه اف جی بی توی یه باشگاه دیگه ای مثلا توی آجدانیه بود انقدر طرفدار نداشت، ولی خیلی ایرادها داره، از فنسش، شیشش. حالا ما قبول داریم این اولین باشگاهیه که ساخته شده و به عنوان اولین زمین پدلی که توی ایران ساخته شده واقعا لولش خوب بود و خیلی هم اتفاقا به نظر من برای اولین باشگاه با کیفیت بود. ولی باشگاه اف جی بی به نظر من باید خیلی تغییرات تو اونجا بده که البته شنیدم میخواد این کارو بکنه. از چمنش که دیگه به ته رسیده، از فنسش که خرابه، از مدل شیشش که اصلا دیگه غیر استاندارده، از مدل نورش که باید این حالا من دیگه نمیخوام وارد جزئیات شم، بهداشت دستشوییاش، اینا اصلا کلا میذاریم کنار. من میگم آقا کیفیت باشگاه‌ها به کیفیت مسابقات مربوطه 100%. و اینا رو برای اینکه شما بخوای مسابقه رو برگزار کنی باید شما به عنوان مسئول مسابقات اول در نظر بگیرید بعد مسابقه رو برگزار کنید. ببین من این فلش بک بزنم به اون تایمی که مسابقات اومد، یعنی کلا پدل اومد زیر نظر فدراسیون تنیس. چقدر گذشته روش؟ تقریبا 1 سال خورده، 2 سال. خب ما تو سال اول که استارت کار مسابقات رو زدیم این اساسنامه رو نوشتیم که اصلا مسابقات چجوریه، یعنی آیین‌نامه کلی رو نوشتیم که مسابقات 1000 امتیازی داریم، همینجور انواع اقسام مسابقات، شرایط برگزاریش چیه، تمام اینو توی آیین‌نامه آوردیم و به امضای هیئت رئیسه رسید. تو سال اول ما هدفمون این بود که تا میتونیم مسابقات زیادی بذاریم که کرمانشاه 2 تا مسابقه گذاشت، تهران گذاشت، نمیدونم چند تا جای دیگه گذاشتن، استان کرج، کردان آره درست، کردان گذاشت، شاهین گذاشت، اینا همه جزء استان خیلی خوب بودین. و میگم سال اول هدفمون این بود که فقط مسابقه تعدادش بره بالا. خب یعنی باگاش در اومد. ما نرفتیم باگا، یعنی باگا رو درست نکنیم و بیایم دوباره سال بعد. خب ببین ما تو این رنگ تو تقویم شما آقای کردان یا آقای کرج باشگاه ویبورا فلان بیسا این مسابقه رو برگزار کردی، یک سیستمی باید باشه که سال دیگه همین موقع سعی کنی این مسابقه رو دوباره برگزار کنی با برطرف کردن باگ ها. ببین تو سال دومیم الان دیگه دقیقاً. ما تو سال دوم خب اول سال خیلی درگیر اعزام تیم ملی بودیم برای کلیه جام جهانی، خودت هم در جریان. بله. و نمیتونستیم مسابقه برگزار کنیم، فقط یه دونه مسابقات 1000 امتیازی کردان رو برگزار کردیم که اونم جنبه ارزیابی بازیکنان تیم ملی رو داشت. یه مقداری این باعث شد که مثلا از روی تایمینگمون و برنامه‌ریزیمون عقب بیفتیم، ولی تو کلا تو سال دوم یه ذره به کیفیت بیشتر اهمیت دادیم. خودت میدونی تو مسابقه یزدی که برگزار شد که همین ماه قبل بود 1000 امتیازی بود، خیلی به کیفیتش اهمیت دادیم. خیلی هم خوب بود. آره یعنی مثلا من باهاشون دائم در ارتباط بودم، میدونم خیلی ایرادا داشتن توی چمنشون، توی تورشون، ارتفاع تورشون، فضای بیرونیشون و اینا رو هی ما با تلفن سیفتی زمینشون اینا رو هی هماهنگی‌ها رو انجام دادیم و حتی کار به جایی رسید که اگه دقت کنی 3 تا زمین دارن که ما تو زمین سومیش از یه جایی به بعد مسابقات رو برگزار نکردیم چون کیفیت لازم رو نداشت. یعنی سعی کردیم تو سال دوم این مسابقاتی که داریم برگزار می‌کنیم کیفیت رو تا جایی ممکن یه ذره بهتر کنیم. تو کردان هم همین اتفاق افتاد. اگه خاطرت باشه خب سیریس رو زمین خیلی زیاد بود، باعث شده بود یه سری بازیکن سر بخورن که باز اومدیم یه سری تغییرات رو دادیم توش، کیفیت رو سعی کردیم بهتر کنیم. اما در کل من فکر می‌کنم این چیزی که تو داری میگی یه مقداری با اضافه شدن زمین‌ها و باشگاه‌ها خود به خود بحث رقابت میاد وسط و وقتی بحث رقابت باشگاه‌ها بیاد وسط کیفیتشون رو ترجیح میدن که ببرن بالاتر.
تو سالهای گذشته هر کسی باشگاه زده، خب سعی کرده فقط باشگاه رو بزنه که مشتریشو داشته باشه. چون مقدار خیلی زمینای بدی ما تو ایران همون ما چون زمینا میگن آقا الان بالاست ولی کیفیت پایینه، ولی تو هیچ کدومش تو استاندارد رو نمیبینی، ولی هیچ کدوم. ولی الان فقط میونه کلمه بازم من اینو بگم، من تو این چند وقته چون باشگاه رو خیلی دیدم تازه راه افتادن به زمین درست تو همین دیگه، ببین من همین دارم میگم تازه، ولی توی چیزی که توی مثلا از 6 ماه قبل بوده و ساخته شده و دارن استفاده میکنن، الان اسم باشگاه رو اصلا نمیخوام ببرم، واقعا کیفیت افتضاح. ببین مثال واسط میزنم، باشگاه آجودانیه پدل پارک، خب الان کنارش دقیقاً یه باشگاه دیگه داره باز میشه به اسم لفور. خب تو باشگاه لفور چه اتفاقی داره میفته؟ کیفیت داره، چیزی که حالا شنیده ها کرد اینه که کیفیت داره میکنه با سقف داربستی که داره میذاره، قرار بود سقف درست بزنه، اونم دوباره احتمالاً سقف داربستی و پارچه‌ای مدل اشتباهو داره میزنه که دوباره ببین احتمالاً حالا استراتژی خودشونه دیگه، شاید میخوان زمستون رو رد کنن، مثلا حالا تو سال دیگه بیان رو سقف کار کنن، ولی چیزی که میدونم اینه که دارن رو کیفیت یواش یواش بیشتر کار میکنن. حتی شرکتایی هم که کار ساخت زمین پدل رو دارن انجام میدن اونا هم حتی پیشرفت کردن. یعنی من زمینایی که قبلا ساختن و نسبت به زمینایی که در حال حاضر دارن مال آقای قیاسی مثلا کیفیت بالایی داره. طبیعتاً واقعا ببین طبیعتاً اینا هر چی تعداد باشگاه بره بالاتر بحث رقابت ایجاد میشه، بحث کیفیت مزایدش تموم شده گرفتن. 100% این باشگاهی که در غربی هستش که افتتاح بشه 100% اف جی بی هم یه مقداری مجبوره که کیفیت رو ببره بالا. همه اینا رو داریم و همه اینا باعث میشه خب طبیعتاً دوباره برگردیم رو مسابقات. آره مسابقات هم کیفیتش خواهرنخواه خواهد رفت بالا، ولی تمام هدفی که من دارم اینه که تو سال‌های آینده من بیشتر مسابقات کشوری رو ببرم سمت برگزاری FIP، یعنی برگزاری مسابقات FIP که جهانی پوینت جهانی داره رو بیشتر بکنیم. تا حالا چرا نتونستیم FIP داشته باشیم؟ ببین آشورا تاسوعا بود فکر کنم، یه جلسه‌ای داشتیم با مسئول FIP که به صورت آنلاین بود و ما مجوز برگزاری FIP توی دو تا باشگاه که یکیش FGB و یکی پدلزون کردانه رو ازشون گرفتیم که FIP رایز رو که از پایین اگه بخوایم حساب کنیم دومین مدلش میشه رو گرفتیم ازشون مجوزشو. ولی با توجه به شرایطی که پیش اومد، این جنگ اسرائیل و ایران و موشک‌ها و اینا، میدونین دیگه همه مسابقات بین‌المللی تا خرداد ماه لغو شد، حتی برای تنیس. آره و این یه ذره کار ما رو سخت کرد، ولی خب برای خرداد به بعد این درس برای سال 1404 که جلسه هم اتفاقا چند روز پیش بود که باهاشون جلسه داشتیم، باید براشون پروپوزال بفرستیم. من لیست باشگاهایی که میخوان مسابقات FIP برگزار کنن گرفتم، براشون پروپوزال میفرستم ببینیم کدومو بهمون اوکی میدن، ولی بیشتر هدفم اینه که مسابقات بین‌المللی رو بیشتر کنیم که بچه‌هامون بتونن همه پوینت بگیرن که بتونن تو مسابقات جهانی راحت‌تر شرکت کنن. من یه گلگی هم از مسابقات دارم در مورد مسابقات برای جوونا خب و بانوان. این دوتا خیلی کم بودش احساس میشه. ما جوونا رو من قبل اعزام تیم ملی باید دو تا مسابقه خیلی فشرده بذارم که از توش بازیکن‌ها رو انتخاب کنم، چون نه رنکینگی داریم نه هیچی. مسابقات خانم‌ها هم که اصلا کلاً برگزار نمیشه، یعنی اصلا ما هیچ مسابقه برای خانم‌ها نداریم، در صورتی که مثلا نگاه کنید توی FIP ها یا پریمیرها ما همه مسابقاتمون موازی دقیقاً همزمان با هم خانم‌ها و آقایونه همزمان. حالا ما یه سری محدودیت‌ها رو توی ایران داریم که نمیتونیم این شرایط داشته باشیم، ولی هم برای خانم‌ها هم برای جوونا بعد یه مقداری وقت بیشتری بذاریم به نظر. ببین حرفتو قبول دارم، واقعا حداقل از جانب خودم میگم کمکاری بوده در زمینه برگزاری مسابقه واسه خانم‌ها مخصوصا و جونیور. من فکر میکنم یه مقداری به خاطر اینکه تعداد پلیرایی که خانم‌ها دارن و جونیورها دارن کم بوده تا الان نسبت به آقایون تو کل ایران. احساس نمی‌کنی به خاطر نبود مسابقه چرا باشه؟ اینم علتش هست، ولی اون دو تا مسابقه‌ای که برای ارزیابی بازیکن‌های تیم ملی جونیور گذاشتیم، من خودم به شخصه سورپرایز شدم که این همه بازیکن جونیور از کل ایران، از اصفهان، مشهد، البرز، خود تهران، خیلی جای دیگه، کرمانشاه، شیراز اومده بودن که تو جونیور شرکت و خیلی بازیکن‌های خوبی هم توشون بودن، نه اینکه مثلا فقط قصد شرکت داشته باشن. این فکر می‌کنم واسه باشگاه‌های تلنگری شد که مثلا میتونن مسابقات اینجوری هم بذارن
بازیکن‌های زیادی هستن، چون نبوده تا حالا و خیلی فاصله افتاده حداقل واسه مسابقات خانوما، یه مقداری باشگاهات یه ذره تردید دارن توی برگزاریشون. اسپانسر هم میاد برای مسابقات اسپانسر خانوما. خیلی کمتر میاد، چیزی که حالا من تا الان احساس کردم خیلی به مراتب نسبت به آقایون خیلی کمتر. نمیتونی فرمتی رو بذاری که اگه بخواد یکی به اسپانسر میشه، یعنی باشگاه‌ها، به نظر من شما میتونید توی آیین‌نامه همچین چیزی رو اجبار کنن. اجبار، حالا مثلا اگه مسابقات شاید بتونم 1000 امتیازی دارید میگیرید، باید کنارش 250 امتیازی هم برای خانوما داشته باشین. با ببین این یه مقداری باید با صحبت بره جلو، به نظرم یه مقداری با مکاتبه و حرف ما با باشگاه باید بره جلو و من اینو حتما توی سال جدید 1404 حتما تو برنامه هست و جوانان، یعنی آره. مثلا یه 1000 امتیازی با یه 250 امتیازی. دقیقاً. احساس میکنم که رنکینگ پدل ایران اصلا کلا یه مقداری محو شده. رنکینگ کشوری ببین رنکینگ خیلی اتفاق جالبی واسش افتاد. ببین ما چون اول از FGB و آدینه شروع کردیم، یه مقداری برای اینکه هیجان مسابقات، کیفیت مسابقات، اصلا کلا پلیرها بتونن لول اپ کنن، خیلی رو FGB تمرکز داشتیم و روی آدینه ها در اصل تمرکز داشتیم که اون آدینه‌ای که من برگزار می‌کردم رنکینگ خیلی منظمی رو که ادامه این کار امیرحسین موسوی بود. نباید این کارش کرد، چون امیرحسین موسوی اصلا این پلن رنکینگ قبل از امیرحسین موسوی البته من گذاشتم دیگه. بعد بله خودم چیدم که آقا این مسابقات باید رنکینگ داشته باشه که جذاب بشه، رقابته به وجود بیاد، ولی امیرحسین اومد کاملش کرد چون واقعا علم این کار رو داشتش که آره دقیقاً، چون قبلا هم تو تنیس این کارو کرد. این رنکینگ خلاصه روی آدینه رفت جلو و خیلی جذابیت ایجاد کرد. یعنی جوری شده بود که بازیکن‌ها هر جور شده در طول هفته تمرین می‌کردن و می‌کنن که آدینه رو بزنن که رنکینگ بیاد بالا. ولی خب اینو باید در نظر داشته باشیم که آدینه یه آدینه است، ولی الان دیگه اونجوری نیست. الان ما یه نزدیک به 6 ماهه که دیگه تیمای جذاب و اونقدر توی آدینه ها نمی‌بینیم. اصلا ببین از نظر رنکینگی اصلا هیچ ارزشی نداره رنکینگ. حداقل امسال میتونم بگم رنکینگ FGB، با اینکه من حالا خودم جز فکر کنم دوام الان، ولی دارم میگم رنکینگ FGB در حال حاضر هیچ ارزشی نداره، چون بازیکنایی مثل چون فرساد الان چنده؟ 11. فرساد از نظر من مثلا یکه. خب فکر میکنم 99% ایران نظرشون میگه فرساد یکه. واضحه. خب پس الان توی رنکینگ 11. خب آریا روغنی اصلا ببین این میتونه بگه که آقا حالا توی کشوری فرساد چنده؟ یک. ببین اصلا یعنی آریا روغنی چنده؟ 2 فکر کنم دقیقاً 1 و 2. آخه ببین داستان آدینه واقعا یک چیز شخصیه. ببین آدینه یه چیز تمرینیه. آره تمرینیه. ببین شخصی شما هر کی میتونه اصلا به قول یکی از بزرگان ورزش ما که توی پدل هم هستش، آقای شریفات، یه حرف خیلی قشنگی زد. میگفتش که یه سری از این بازیکن‌ها رو می‌بینی اینا فقط بازیکن‌های عادی‌نن، اونم تو FGB. دقیقاً همینه. یعنی تو می‌بینی تو FGB مثلا یارو هر هفته شاید میاد فینال، بعد میاد توی مسابقه مهم‌تر می‌بینی اصلا یارو نه. اصلا عادی‌نه رو ما برای چی گذاشتیم؟ برای اینکه تو که تو طول هفته تمرین می‌کنی بیا یه جا خودتو محک بزنی. برای محک زدن یه بازی تک سته یا 9 گیمه نمیشه ملاک باشه، اصلا به هیچ عنوان نمیتونی ملاک قرارش بدی. ولی بازی کشوری 2-3، یعنی شما دقیقاً فرمت مسابقات جهانی دقیقاً میتونی توش خودتو واقعا محک بزنی. برنامه‌ریزی می‌کنی، تیمی میای جلو، خوابت، خوراکت، غذات، مثلا برای اون مسابقه بدنسازیت فرق میکنه، همه چیت پلن ریزی میشه بابت اون. و تمام مسابقات جهانی هم 2-3 و ملاک اصلی در اصل مسابقات کشوری. منتها میگم چون 2 ساله که ما مسابقات کشوری رو انداختیم و از قبلترش مسابقات آدینه رو داشتیم، یه مقداری اون طبیعتا بولتر بوده، ولی خب هر چی داریم میریم جلوتر همه داریم میبینیم که مسابقات کشوری خیلی داره ارزش بیشتری پیدا می‌کنه. خب یه مقدار چیکار پلنی داری براش که این 100% معلومه خیلی وقت ما رنکینگ کشوری اصلا ندیدیم. فقط هر دفعه ازت پرسیدم گفتی که تو سایت، خب تو سایت کسی نمیره ببینه دیگه. کجا بذارم؟ کجا ببینم؟ اینستاگرام 25. آره نه منظورش اینه که سال 2025 تو اینستاگرام همین میبینن، نمیرن تو سایت فی فدراسیون. حرفتو قبول نکنم. خب ما اشتباه شد. نه منظورش من میدونم اینستاگرامتون باید اکتیو تر بشه. اینستاگرام آره پدل ایران باید اکتیو تر باشه، رنکینگ ها رو بیشتر روش مانور بده، مسابقات رو بیشتر مانور بده. اینو آره اینو میشه قبول کرد.
تقویم مسابقات ما نداریم. تقویمو نمیتونیم داشته باشیم. ببین تقویم وقتی میتونی داشته باشی که تو مثل تنیس، یعنی زمینا همه سر جاشه باشه. چرا تنیس داره؟ اینجوری نداره. اون چرا به هر حال یه تقویمی داره، حالا شاید برنامه تغییر کنه. تو جام حذفیه مشخصه که تو پیشه ببین ثابت باید باشه. من امسال خب سال قبل شروع کردیم شاید 10 تا زمین 10 تا باشگاه بود، امسال شروع کردیم 40 تا باشگاه، سال دیگه شروع کنیم 100 تا باشگاه. هی داره تعداد باشگاه میره بالاتر، باشگاه جدیدتر فلان، هنوز ثبات پیدا نکرده که بشه تقویم دقیق داد. چرا میتونیم یه تقویم بدیم به فرض مثال الان تو راه مسابقه 1000 امتیازی اصفهان رو احتمالاً خواهیم داشت، ولی هنوز تاریخ دقیقش رو نمیدونیم چون هنوز معلوم نیست باشگاهش که بعد افتتاح بشه، جنبه افتتاحیه داره این مسابقه. خب یه چیز دیگه هم که از گله آدماست، گله بازیکناست. خب مسابقات آدینه‌ای که در حال حاضر داره توی باشگاه اف جی برگزار میشه که تا فعلا تنها مسابقات لول A که داریم، حالا باشگاه‌های جدید داره افتتاح میشه و مطمئنم که رقابت برای مسابقات لول A 100% بالا میره و این مشکل بازیکن‌ها حل خواهد شد و دیگه این تک قطبی بودن پدل به زودی از بین خواهد رفت و شاید دیگه اصلا حتی لول A شما تو باشگاه اغراب نبینی، به اتفاقی که امکان داره خیلی زود بیفته. حالا شاید هم نیفته، ولی جایزه مسابقات FGB آدینه FGB در حال حاضر که شاید حالا تا 3 ماه دیگه هم فعلا همین باشه، مسابقه دیگه جایی نباشه، خیلی ناچیزه. یعنی سودی که باشگاه از این مسابقات میبره فکر کنم 5 برابر بازیکنه. خب اینا اجازه بده اصلا قبول نکنم، چون دلیل و مدرک میارم توضیح میدم قشنگ نسبت بهش. ببین یه ورودی هست که حالا 5 میلیون تومان نفری جایزه میگیرن. نه خب وایسا بذار من دیتیل توضیح بدم. ببین یه ورودی هست که تیما میدن بابت آدینه. چقدر شده الان؟ نفری 120 240 تیمی. خب اوکی، که این بر اساس هزینه زمین و فلان و توپ و اینا. حالا الان دیتیل توضیح میدم. یه ورودی همه بازیکن‌ها میدن، بر اساس ورودی که میدن هزینه حراست رو ما داریم. خب همین داستان همینه. من بازیکن برای چی باید هزینه حراست رو بدم؟ این وظیفه باشگاهه. خب باشگاه داره میده عملاً، ولی خب از پولی که داره از ما میگیره که باید بره برای جایزه اونقدر نیست. خب باشه و اینا دیگه ببین بذار اول به تفکیک بگم. آره بذار من به تفکیک بگم. ببین یه ورودی دریافت میشه، خب هزینه توپ و فلان و اینا کم میشه، هزینه حالا حراست کم میشه، هزینه برگزار کننده کم میشه، یه عددیه، همش ناچیزه. من با چیزی که دیدم نسبت به تنیس، حالا قابل مقایسه نیست، نباید مقایسه کرد یه ورزش با ورزش دیگه، ولی به نظر من عددش عدد درستیه، عدد معقولیه. چند تا تیم معمولا نورمال 18 تا تیم، بین 18 تا تیم تا بوده مثلا 24 تا تیم هم داشتیم. حالا بستگی به روزش داره، شرایطش داره. مثلا همین قبل اذان شما هر هفته 4 تا تیم جونیور فقط خودت بهم میدادی که حتما بیان تمرین کنن. با توجه به تعداد تیمایی که هست عدد جایزه به نسبت اون در میاد، ولی چیزی که من میانگین میدونم نفری بین 5 و 200 تا فکر میکنم 6 تومن هم حتی وقتی که 24 تیمی میشه یعنی میشه تیمی نبوده که من بگم از کل هزینه 50% بشه جایزه. همینه. حالا درصد کسر از هزینه. آره این کسر از هزینه فراموش شد. قرار بودش که 50% بشه جایزه، 50% بره برای هزینه. من ادامه یه راهی رو اومدم دیگه. اون موقع که من اومدم کسر از هزینه بوده. حالا این یه دیگه جای بحث داره که آیا کسر از هزینه باید باشه، هزینه زمین مثلا کم میشه، حالا این باز جای صحبت داره. ولی باشگاه باید کامل پول زمینا رو بگیره. این دیگه بستگی به باشگاه داره. یه باشگاه دوست داره بیاد زمینش رو مجانی در اختیار بذاره بابت اینکه مشتری جذب کنه، یه باشگاه بابت به خاطر مثلا شرایطی که داره شاید اصلا دلش بخواد پول زمین رو گرونتر حتی بگیره. این دیگه بستگی به باشگاه داره. من برگزار کننده مسئولیت این رو ندارم. ولی به هر حال کاری نداریم. تو این مسابقات لول ای که داره برگزار میشه معمولا 4 تا تیم سید قرار میگیرن که این 4 تا تیمی که سید قرار میگیرن فکر میکنم راند 16 راند 8 سمی و فینال، یعنی مجموعاً 4 تا ست بازی خواهند کرد و جایزه‌ای که هستش بین 5 و 200 تا 6 تومن تو این بازه یه ذره تغییر میکنه برای نفری برای تیم یک، یعنی میشه بگیم 6 تومن میشه 12 تومن تیم یک و تیم دو میشه نفری 2700 اینطورا که بگو 3 که میشه نفری یعنی تیمی میشه 6 تومن، یعنی عملا 20 میلیون تومن هر هفته جایزه مسابقات آدینه است. پس ببین 20 میلیون تومان میشه جایزه آدینه لول A
تازه تو لول بی به خاطر اینکه حالا معمولا 24 تیمه یه مقداری عدد ثابت تره، ولی به هر حال به نظر من 20 میلیون تومان برای هر هفته نسبت به مسابقات تنیس، آدینه‌های تنیس، اصلا خود آدینه‌های پدل تو باشگاه‌های دیگه به نظر من عدد منطقیه. حالا باز میگم شاید حالا اسپانسر بتونیم بیاریم که طبیعتا اگه اسپانسر بیاریم شاید بتونیم این جایزه رو بیشتر کنیم. یه مدت اسپانسر بود اصلا بانک شهر بود، کارت هدیه میداد. آره بود. میگم میتونیم مثلا بعضی هفته‌ها این کارو بکنیم، ولی باز دوباره داستان تمرکز رو آدینه است. این آدینه تهش شما میای برای محک زدن خودت و تمرینی که تو طول هفته کردی باشه. ولی من صحبتی که با مازیارم موافقم، مادامی که الان فقط لول A داره تو FGB برگزار میشه، FGB باید یه مقدار روی بحث اصطلاحاً بازاریابی و اسپانسرینگش کار بکنه که اون هیجانی که دست تماشاگرها بیننده ها قبلا یادته جمعه ها اینجا تا 11 شب 12 شب همه وای میستادن فینالا رو ببینن. ببین خب ولی اینقدر ببخشید تقریبا شاید بگم لوس شده واقعا که باشگاه داره سودشو میبره، فقط بازیکن‌ها سود نمیکنن، مجبورن برن با ببین باشگاه هم ببین منم حالا چون تو ریز حساب کتابای FGB هستم و با سور و خود مهندسم صحبت کردم، سود آنچنانی نیست. یعنی واقعا پول زمینشه، عواملش هست، پول غذای حراست هست، نمیدونم هزار تا داستان هزینه‌های جاری وجود داره، تولید محتواش هست، نمیدونم برگزار کننده هستش، هیچی نمیمونه. ولی با یه موضوع به نظر من سر اصطلاحاً عدم بازاریابی درسته برای این اتفاقات. یعنی باشگاه باید دنبال این باشه که آقا آدینه‌هامون جوری در اصل اسپانسر بتونم جذب کنم، همون جوری که برای تیم ملی میگیره، نمیدونم برای جای مختلف دیگه میگیره، که اون هیجانی که تماشاگر دنبالشن رو بتونه به دست بیاره. ببین رقابته. خب ببین اگه اصلا کسی مگه جای دیگه هم باشگاه دیگه هم لول ای بذارن، آزاد بذارن، مگه نذاشتن؟ یکی دو هفته پیش بود فکر کنم باشگاه نارون هم یه لول ای برگزار کرد با یه اسپانسر، با یه جایزه زیاد، خیلی هم رفتن شرکت کردن. بذارن وقتی بذارن باشگاه دیگه رقابت ایجاد شه، این داستان کیفیت باشگاه ها هم آخه مسئله است. ببین این دیگه، ببین هر باشگاهی تو وسط خودش بر اساس اسپانسری که میگیره، شرایطی که داره، میتونه این با این آدینه ها رو برگزار کنه. ولی ما یه مقداری خب این از سر همون حرف قبلیت میاد، به آدینه ها زیادی اهمیت دادیم. ببین آدینه است تهش، آخه جایزه بزرگامون هم کمه، خب اون 250 امتیازیامون هم کمه. ببین آره اینو میشه گفت، اون به خاطر اینکه خب باشگاهی آنچنانی نداریم هنوز، ولی خب این باشگاه یواش یواش اگه بازشن دوباره برمیگردیم به بحث قبلی، طبیعتا خب مسابقات کشوریمون هم میره بیشتر میشه و این ما باید تمرکزمون رو بیشتر بزنیم رو مسابقات کشوری تا آدینه. آدینه در حد یه آدینه است، یه مسابقه آخر هفته، یه گدرینگ، یه همین دور هم یه بازی میکنن، یه لذتی الان که دیگه جدیدا کاملا شده گدرینگ دیگه. آره تقریبا. ولی اونی که میخواد خودشو محک بزنه میتونه، تو فضاش هست که محک بزنه، چه تو لول بی چه تو لول ای. حالا ببخشید خواهشی که دارم ازت واقعا اینه که ایشالله این زمینه جدید که همینجور داره افتتاح میشه، تو یه استانداردا و یه اصطلاحاً متریکایی بذاری براش. مثال میگم الان اسکوربورد به شدت چیزیه که همیشه تو مسابقات خلایش احساس میشه. بحث سیستم صوتیش هستش، بحث سکوی تماشاگر هست که سر همین لیگ قسمت سوپر جذابش این بود که اون همه آدم اومده بودن و شاید تا حالا FGB این جمعیت به خودش ندیده بود، ولی خب با یه موضوع این بود که هیچ جایی نبود کسی بشینه. آره این واقعا یعنی عرض تقاضایی یه جوری شده، تقاضا بالا رفته، ولی باشگاه‌ها مدلی که دارن ساخت و ساز میکنن همینجوری فقط یه زمینی راه میندازن بدون اینکه اصلا به زیر ساختش فکر کنن. همین بحث سرویس بهداشتی یه چیزی که واقعا مهمه و آدم اینه مثلا استادیوم آزادی قبلا چجوری میرفت حالش به هم میخورد، باشگاه میری و یه دستمالی، یه نمیدونم مایه دستشویی، یه نظافتی، یه داستانی بذار برای ما، یه خوشبو کننده، یه داستانی باشه دیگه. آخرین چیزی که بهش توجه میکنن بهداشته تو تمام باشگاه‌هامون. یعنی اصلا اسم نمی‌خوام، تمام باشگاه ما، از باشگاهی که خود من الان دارم توش کار میکنم، باشگاهی که توش داریم مسابقه میدیم، باشگاهی که میایم، من یه مقداری اینو ایراد میگیرم، به فرهنگمون هم ایراد میگیرم. ببین من برام تعریف نمیشه که یه مسابقه برگزار میشه، یه آدینه معمولی، وقتی که آدینه تموم میشه بین زمینا این همه آشغال بود. این اصلا ببین بیشتر به فرهنگمون ربط داره. مثلا برام توجیه نمیشه که
خیلی‌ها مثلا سیگار میکشن، سیگارشون آشغال سیگارشون رو زمین میندازن. من برام توجیه نمیشه که قهوه‌شو میخوره لیوانشو میذاره کنار زمین. برام توجیه نمیشه که طبیعتا میریم تو حالا سرویس بهداشتی، توجیه نمیشه برام که سرویس بهداشتی کثیف باشه و خودت رعایت نکنی. میدونی یه مقداری یه سری چیزا رو به نظر من باید از خودمون شروع کنیم. وقتی خودمون بریم مثلا ما تو اف یه دستگاهی گذاشته بودیم که بطری رو مینداختی بابت هنوزم هست بابت هر یک بطری که میندازی 300 تا تک تومانی کمک میشه به خیریه به انعام دریچپور و این مسائل رو. ولی اصلا جدا از این سطل آشغال کنار زمینه، آقا اینقدر سخت اون تو بندازی سطل آشغال هست، ولی آخر ساعت خودت بودی دیدی چقدر آشغال بین زمین. این دیگه فرهنگ هم هست تو کشورهای دیگه. همین دبی میریم حالا میانه کلامت ما توی چیز که بودیم، همین مسابقات قهرمانی آسیا که بودیم، کل تیم ژاپن تموم که میشد همه بازیکن‌ها و هم کاری که تو فوتبالشون میکنن، همه قسمتی که نشسته بودن و تمام آشغالاشو جمع میکردن. یه کاری کردن روز آخر تمام بچهای ما کل اون قسمتی که بودن و با صداش با یه کیسه زباله همه آشغالاشو جمع کردن. ببین همه کشورها وقتی بلند میشدن زیرشون بمب ترکیده بود. ژاپنیا کلا جمع کردن آشغالاشون، اصلا من باورم نشد. بعد روز آخر دیدم بچهای ما دارن همون کارو میکنن. ببین فرهنگ دیگه، ببین یه مقداری باید قبول کنیم که اینو باید تو خودمون از خودمون حداقل شروع کنیم. من خودم دارم رد میشم کنار زمین میبینم یه بطری مثلا نصف افتاده، سریع برام دارم میذارم سرداش. یه مقداری باید خودمون رو کنیم. خب حالا از مشکلات و بدی‌ها بگذریم، قرار شد خوبیاش هم بگیم دیگه. یه سری اتفاقات خیلی خوبم تا حالا رقم خورده، از همون اعزام تیم ملی به کویت که واقعا زحمت کشید، هم فدراسیون تنیس، هم انجمن، هم سرمربی، هم کاپیتان تیم، همه اینا کمک کردن بهش که این تیم بتونه برسه. با تمام مشکلاتی کویت سر راهمون گذاشت، مشکلات مالی، ارزی، اینا همه اتفاقی افتاد که هم تیم ملی بزرگسالانمون بتونه بره، هم جونیورها بتونن برن. اینا همه اینا رو مدیون، هم خانوما بتونن برن. اینا رو میتونه بگم جزء نکات خیلی خوبه. واقعا کار سختی بود اعزام اون تیم. ببین بزرگترین اعزام ورزش‌های راکتی بوده. یعنی فکر می‌کنم 20 چقدر بودیم، 25 نفر بودیم، 24 نفر آدم اعزام شدن. خیلی همشون هم داشتن میرفتن ویزاشو کویت و فکر می‌کنم اولین بار بود که برای فدراسیون تنیس این اتفاق داشت می‌افتاد و خیلی کار بزرگی بود. یعنی از هماهنگی‌ها، از نمیدونم ویزا گرفتن‌ها، از همه چی خیلی ها زحمت کشیدن بابت اینکه اون تیم بابت کوالی جام جهانی اعزام شه و خیلی هم سختی کشیدیم هممون. خود در جریانی بودی کنارمون، واقعا سخت بود و این واقعا مدیون فدراسیون تنیسیم که به کمک انجمن، فدراسیون تنیس، انجمن، شخصا خیلی اشخاص کمک می‌کردن. یه چیز خیلی مهمی من بگم اول از این اتفاق خوب، اینکه ما دوره‌های قبلی اعزام شدیم. شاید واقعا کمتر از 1 ماه قبل ما جمع شدیم، تمرین می‌کردیم و اعزام می‌شدیم با همون بعد دردسرایی که داشتیم. ولی این از 2 دوره است فکر کنم، من مخصوصا دوره آخرش که ما از 2 ماه قبل برنامه ریزی شد، ارسلان سعی کرد تمرین بذاره، بدنسازی چید، مربی بدنساز خوب، تمرینات خوب، همه اینا رفت جلو، اسپانسر آماده، همه چیز خیلی به بهترین شکل ممکن برنامه ریزی شد و شاید اگه کویت مشکل درست نمی‌کرد ما با تیم کامل، با مربی بدنساز، کمک مربی، همه اینا میتونستن کنار تیم باشن و این اتفاق خیلی بزرگی بود. واقعا اتفاق خیلی بزرگی بود. من اصلا تا روز آخرم خیلی جاهاش مثلا میگفتم امکان پذیر نیست، نمیشه این تعداد بره، خیلی همون نخواهیم رفت اصلا، ولی واقعا اعزام سنگین و بزرگی بود. من در جریان یه سریاش تازه قرار گرفتم که چه کارهایی انجام دادن. هم ارسلان، هم فرساد به عنوان کاپیتان خیلی کمک کردن به این تیم. اینو من خودم قبول دارم واقعا. استرسایی که تو دبی که اردو داشتیم کشیدیم دیگه خودت خاطرت هست دیگه، همه رو با هم اونجا. و این نکته دیگه هم خود اصلا فدراسیون تنیس، خب ورزش تنیس خب اسکیلش هر جوری بخوایم حساب کنیم
در حال حاضر واقعا فرسخ‌ها فاصله داره با پدل. درسته که خیلی پدل رو به رشده، ولی از جایزه مسابقات بزرگش گرفته، تعداد زمیناش، جامعهش اصلا، و اینکه اصطلاحاً تو المپیک ما هنوز المپیک نرسیدیم. آره اینکه اصطلاحاً ما تونستیم حالا از اسکواش اومدیم زیر تنیس، مزایای خیلی خوب زیادی داشته، ولی خب اینی که بتونیم واقعا مستقل باشیم و مخصوصا همون سکشنهای مالیش بیشتر که نمیدونم صندوق مجزا بتونن داشته باشن و اون حالا درآمدایی که حاصل میشه رو بتونن مدیریت کنن و به جات در اختیار بازیکن‌ها و تیم بذارن، خب خیلی میتونه کمک کنه. البته باز من در جریان بودم که سر جونیورام خود فدراسیون خیلی کمک کرد. فدراسیون یعنی علاوه بر اصلایی که جمع ببین جا داره من میون صحبتتون یه تشکر واقعا ویژه بکنم از رضا گلزار عزیز. یعنی ببین زحمتی که خود رضا گلزار کشید بابت اعزام این تیم تیم بزرگسالان 25 نفری که خانوما و آقایون و حالا کادر بود، اصلا این عجیب غریبی بود. یعنی فکر نمی‌کنم مثلا تا حالا نداشتیم تو هیچ ورزشی همچین چیزی رو. یعنی یه کمک واقعا عجیب غریبی کرد، خیلی خیلی بزرگ، خیلی واقعا بزرگ، واقعا باید تشکر، یعنی مدیون، یعنی به نظر من پدل ایران واقعا مدیونشه. برای دوره قبلی هم که ما مصر رفتیم هم ما تیممون کامل اعزام شد. موقع البته زیر نظر فدراسیون اسکواش بود، ولی اون موقع هم آقای بی‌طرفان همه این کارا رو انجام داد. این سری حالا میگم چون خودم بودم، بهتر بگم شروع این اعزام ها از اونجا شروع شد. آره ولی واقعا ببین لول در اصل کیفیت، مخصوصا حالا اردوهایی که قبلش داشتیم، ما هیچ وقت دو اردو دبی برای تمرین تدارکاتی نداشتیم. دبی که لحاظ هزینه، ببین 2 ماه تو خود ایران، ببین 2 ماه تو خود ایران بعد از سازی فلان زمینایی که اف جی بی در اختیار گذاشت، من باشگاه دیگه تدارکاتی توی دبی نداشتیم اصلا انقدر راحت اسپانسر نتونسته بودیم بگیریم. خیلی از اینا، یعنی ببین ما خودت بودی تو دبی دیگه کنار بودی، یه مقداری دغدغه نداشتیم بابت اینکه الان مثلا هزینه‌ام ترانسفرمون، همه اینا خورد و خوراک، لطف رضا گلزار عزیز اصلا کامل. و مهمترین موضوعش هم همین بحث پوشش خبری که به واسطه حضور ایشون اتفاق افتاد. یعنی شاید میتونم به جرئت بگم 70-80-90% آشنایی که مردم عام نسبت به پدل پیدا کردن صرف حضور یه مقدار حسادتی هم که به وجود اومد بین تنیس و پدل از همین اتفاق بود که انقدر البته میلاد که مرمون تو تنیس ساحلی گذاشتن یعنی میلاد خیلی کمک کرد اونجا، ولی خود تنیس شاید یه نفر الان نیاز داره که آره دقیقاً که بتونه بهشون کمک کنه. ولی من فکر کنم حالا شما تو کار مدیا خیلی استاد هستی، فکر می‌کنم ویوهایی که خورد توی ویدیوها و حالا برنامه‌هایی که تو پدل بود واقعا چشمگیر بود. آره میلیون اولین بار بود که میلیون شد. اصلا کار به جای رسید که فامیل ما از آمریکا زنگ زد گفتش که این پدلی که میگفتی همین پدلیه که آقای گلزار فلان اینا گفتن. دقیقاً یعنی اصلا این عجیب غریبی بود تاثیر ایشون روی ورزش پدل ایران. یعنی به نظر من پدل ایران تا یه تایم یعنی تا ابد مدیون ایشونه دیگه است. حالا بگذریم از این مسائل، ان شاءالله که در ادامه این حالا مسیری که داریم میریم اتفاقات بهتری هم همجوری بیفته. بریم سر لیگ. مازیا این تیم اگه کچپ داشت به ابتهاج شرف داشت. چی داری میگیری؟ کی میبره بازیو؟ من فکر میکنم که امیرسینا میبرن، ولی طرفدار عثمان مدینا حقیقت بگم عثمان مد واقعا با شرفترین پدلباز ایران. من فکر کنم که کازی میبره. کامان کازی 7-6 من مدینا. کی بره؟ آریا MVP من MVP این دارم مسابقاتم 5 بازی 5 باخت. کی بره؟ با اختلاف بوسی. من به نظرم مدینا بکنم عثمان مدینا. خیلی عجیبه فکر کنم عثمان مدینا میبرن. جلو انشا نمیدونم ولی خیلی عجیبه. به نظر من خیلی گیره رضا. کازینا
دلی بخوام بگم نمیگم و نمیگم کی ببره. من دوست دارم کسی توی این پدر دل خوشه. بابا عثمان من تو دیگه دلخوری کی بره؟ شما دوربین پدل فورالی بازی رو فکر میکنم آقای کاظمی در بیارن واقعا. ساعت شده قضیه فکر کنید سینماینا چه لیگی بود. خیلی جذاب. اولا تبریک میگم بهت که تونستین قهرمان بشین با اون تیمی که من که خودم اصلا فکر نمی‌کردم شما قهرمان بشین، چون تیمتون خیلی جوان بود. ترکیب 4 تا تقریبا جونیور داشتین دیگه، یعنی 5 تا. دنی هم حساب بخوایم بکنیم، دنی جونیور هنوز بشه. مسیار جونیور، دنی بود، بردی شریفی بود، رامتین تقی‌زاده بود. 5 تا. راجع به حال هوای لیگ بگو. من بگم یا سهراب بگه؟ اول تو بگو. لیگ خیلی لیگا کلا لیگ خیلی جذاب میکنه پدلو، میدونی، چون همه دور هم جمع میشن از هر لولی از بازیکن. ببین مثلا ما شاید نشینیم پای بازی، یعنی اونقدر تماشاچی شاید نشینه سر بازی مهزیار و بردیا شریفی با پارسا پسندیده و امین انوری. خب بازیکنایی هستن که خب به هر حال تو جزو لول بی حساب میشن، ولی اون همه تماشاچی نمیشینه با اون استرس و جذابیت اون بازی رو ببینه. فکر کنم 100 نفر داشتن اون بازی رو میدن، زمین 400 نفر داشتن بازی 4 نفر دیگه که اونا هم توی لول بی بودن رو نگاه میکردن و تا آخرین لحظه تو سرما همه دارن اون بازی رو نگاه میکنن. حالا حساب کن بازی آریا و داریوش و فرساد و صدرا یا محمد و دانیال، محمد کاظمی و دانیال قانونی با امیر سینا و علی طاهری و چه جذابه. اینا همه جذابیت‌های ورزش پدل و توی این لیگ است که یه سری بازیکن‌های نخبه بیرون میان که همه الان میگن خب دانیال قانونی چه بازی کرد. عقبه مهزیار چه بازی کرد، بردیا شریفی چه بازی کرد، یا ایکس و ایگرگ چه بازیکنهای ضعیفی بودن که مثلا اومدن چه بازی رو باختن. میدونی این لیگ است که یه سری این جذابیت‌ها رو نشون میده و واقعا خفم. ما تیممون رو فکر کنم همه تیم‌ها بسته شده بود. من تو فرودگاه بحرین بودم، محمد بهم زنگ زد که مثلا یه اسپانسر پیدا کردیم، حالا مثلا میخواد کمک کنه. دمش هم گرم، آقای سهراب شیبانی عزیز کمک کرد برند گل.
تیمو بستیم، فکر کنم ما کل تیممون رو با هزینه‌ای بستیم که یک بازیکن مثلا از بازیکن‌های تیم ملی و فقط پولش رو گرفته، ما کل تیممون رو با این هزینه بستیم و تونستیم قهرمان شیم. یعنی تیممون همه بود تیم یه دست خوبی و دم بردیا شریفی مهزی‌ها گرم که بازیو برامون در آوردن. دو تا بازی عجیب برای ما بردن که هیچ کی فکرشو نمی‌کرد. یعنی بازی هم میکنم. آقا رضا ما اگه به اینجا رسیدیم رو مهزی‌ها رو بردیا شریفی رسیدیم. سوپر استارای این دوره بود. واقعا دمشون گرم، خیلی گل کاشتن. خود دانیال قارونی که من نمیدونم چجوری بیرون مونده بود اصلا تو لیگ. خیلی با ما گفتن که شما، به من و محمد کاظمی گفته بودن که شما راست بازی میکنید، ما بازیکن چپ میخوایم، شاید اونقدر مثلا به درد ما نخورین تو لیگ و اینا، و ما بیرون موندیم و تو پوزیشن راست هم اومدیم تو تیم بازی کردیم، هم من راست بازی کردم هم محمد، ولی خدا رو شکر تونستیم جواب بگیریم و خیلی خوبم خیلی چسبید واقعا. خب سهراب تو راجع به تعداد تیم‌ها، قوانینی که حالا مسابقات داشت، اینکه این دو تا تیم مثلا هم امتیاز میشه، یه سه تا تیم هم امتیاز میشدن، یا حالا قوانین مقرراتی که اصولا روی لیگ حاکمه، بیشتر بگو. ببین من یه فلش بک بزنم به قبل اون سری اولی که لیگو برگزار کردیم، که اولین لیگی که تو ایران برگزار شد که برگزارش کردیم همون دوره اولی بود که فکر میکنم یک سال خورده پیش برگزار کردیم. خیلی مشکلات داشت. دقیقاً 2 سال پیش. آره 2 سال پیش بود فکر کنم زمستون، که این یه ایده‌ای بود که اسپانسر مسابقات، یعنی اسپانسر لیگ، آقای مهداد خازه‌ای، برند توینز، اومد یه ایده‌ای داشت که یه مسابقه‌ای رو برگزار کنه که یه ذره متفاوت باشه با مسابقات کشوری و آدینه و مسابقاتی که رواله. خیلی فکر کردیم، خیلی اتاق فکرهای مختلف رفتیم که آقا چجوری میتونیم یه ایده‌ای بدیم که یه سبک دیگه ای از مسابقات بیاد. خب ما مسابقات انتخابی جام جهانی، کوالی جام جهانی رو رفته بودیم تقریبا به صورت همین لیگیه، یعنی نوع سبک بازیش اینه که هر تیمی، آره یعنی هر کشوری با کشور دیگه که بازی میکنه ارنج 3 تا تیم میده. ما از این یه ایده‌ای گرفتیم و این لیگو رو انداختیم. خب طبیعتا این لیگ هم مثالاش تو جای دیگه هم برگزار شده بود، ولی بحث پاتبندی‌ها و اینکه بازیکن‌ها چجوری بتونن تو تیم‌ها تقسیم شن، اولین بار از همون سری اولی که گذاشتیم استارت خورد که سری اولش بود و بعد اون حالا خیلی باشگاه‌های دیگه هم سعی کردن تو لول‌های پایین‌تر برای خانوما اینا این لیگا رو برگزار کردن. خیلی ایرادا داشتیم دیگه، خودت هم بودی دیگه در جریانی، خیلی داستانا پیش اومد، چالش‌های مختلف، دعوا شد اصلا خود من اون وسط یه داستانی برام پیش اومد، اصلا خیلی پیچیده بود. تو سری دوم که اردیبهشت برگزار شد دوباره اون هم سعی کردیم اون مشکلات قبلی رو جبران کنیم، خیلی به نظرم با نظم‌تر برگزار شد و این دوره سوم که برگزار کردیم که همین هفته پیش تموم شد، به نظرم از نظر برگزاری کیفیت خیلی مطلوبی داشت. مشکلات خیلی کمتر بود، خیلی کمتر بود و همینجوری به نظرم هر چی تعداد این لیگا بره بالاتر که امیدوارم نره و واقعا دیگه اینقدر الان در حال حاضر خسته لیگم اصلا حوصله فکر کردن به سری بعدشو ندارم، ولی میگم خیلی مشکلاتش رو کم کردیم. یکی از بزرگترین چیزایی که چالش بوده برام توی این لیگا بحث پاتبندیش بوده که فکر میکنم خیلی انتقادات نسبت به این پاتبندی بچینی انتقادی توش هست. من توی این مدتی که حالا کار مسابقات و برگزاریشو انجام دادم به این نتیجه رسیدم که من هر کاری رو انجام بدم تو هر زمینه قسمت برگزاری بالاخره یه سریا خوششون میاد، یه سریا بدشون میاد، یه سریا منتقدن، یه سریا تعریفشو میکنن، این هست این و من نمیتونم همه جوانب رو به طور 100% در نظر بگیرم. من باید سعی کنم این درصده رو تا جایی که میشه به بیشترین حالت ممکن شرایط رو در نظر بگیرم و یه جوری این چیدمان پاتبندی رو انجام بدم که فیر باشه. خب قبل این سری که اومدیم برگزار کنیم از خیلی قبل من همیشه 3 ماه قبل 2 ماه قبل راجع به پاتبندی ها فکر میکنم که چجوری بازیکن‌ها رو تو این پات‌ها تقسیم کنیم که به صورت همه تیم‌ها بتونن فیر باشن، برابر باشن. چرا؟ چون درسته که لیگه ولی اسم آدینه لیگ روشه و 3 روزه است
و وقتی 3 روزه است تو نمیتونی پاتبندی نذاری و هر تیمی اومد بتونه مثلا همه بازیکن‌ها رو برداره. چرا؟ به خاطر اینکه یه تیم خیلی خوب بسته میشه و بقیه تیم‌ها برای اینکه آدز قهرمانی ندارن نمیان اصلا شرکت کنن و چون آدین لیگ باید این قدرت تو همه تیم‌ها تقسیم شه و علت پاتبندی همینه. خب خیلی‌ها انتقاد میکنن از بازیکن‌ها که چرا من تو این پاتم، چرا اون تو اون پات نیست، چرا این اینجوری، چرا اون اونجوری، ولی من هر دوره کاملا این مسئولیت رو قبول میکنم که پاتبندی‌ها رو خودم شخصا انجام دادم، نظر گرفتم از آدمای مختلف، چه از بازیکن حرفه‌ای چه از رفیقم که اونجا میاد پدل بازی می‌کنه، از همین آدما نظرها رو میگیرم، ولی در نهایت پاتبندی‌ها رو شخص خودم انجام میدم، یعنی در اصل کار فنیشو خودم انجام میدم و ممکنه خیلی‌ها بهش انتقاد کنن، ممکنه خیلی اوکی باشن باش و تمام تلاشم اینه که فیر باشه برای همه و قدرت تو همه تیم‌ها به اندازه تقسیم شه که فکر می‌کنم این دوره واقعا قدرت تقسیم شده و هیچکی نمیتونست قبل لیگ پیش بینی کنه که قهرمان میشه. خودم میگفتم آره اول میشه. می‌بینی مثلا خیلی‌ها میگفتن تیم اف جی بی اول میشه، خیلی‌ها میگفتن تیم بهار زنده روز قهرمان، ولی آخر اصلا هیچ اتفاقی نیفتاد. آخر اف جی بی اول شد ولی از آخر دیگه حالا اف جی بی یا توینز، اف جی بی توینز با هم بودیم، ما با هم بودیم که خودم هم تو تیمشون بودم. صفر امتیاز. خیلی جالبه. من یه چیز جالب بگم راجع به این لیگا. ببین یکی از بزرگترین مشکلایی که ما داریم تو ایران بحث تیم ورکه. ببین تو همه چی، نه فقط تو ورزش، تو کار، تو همه چی ما مشکل بزرگ تیم ورک داریم. به نظر من تیم‌های موفق بودن تو این 3 دوره لیگی که برگزار کردیم که تیم ورک خیلی خوبی داشتن. ببین مثلا وقتی می‌بینم که تیم رعد پدافند که ما تیم ارتش هستش و تمام سربازای پدلی توش بودن اکثرا، وقتی می‌بینم که اینقدر با نظم همه همزمان میرن میان، سر یه تایمی جلسه دارن با هم راجع به ارنجاشون صحبت میکنن، خیلی نظم دارن، بعد تو خودشون طبیعتاً، حالا من نبودم توشون ولی طبیعتاً مدیریت خیلی خوبی دارن، خب این باعث میشه تیمشون موفق باشه و تیم رعد پدافند تیمی بود که خیلی قبل لیگ شاید هم فکر می‌کردن جزو تیم‌های آخر باشه ولی واقعاً با مدیریت خوبشون تونستن. معنیش این نیست که بقیه تیمایی که حالا نتونستن امتیاز بگیرن مدیریت خوبی نداشتن، منظورم این نیست. منظورم اینه که چیزی که نشون داده اینه که تیم ورک، نظم بازیکن تک، رعایت کردن تمرینات قبل لیگ، اینا خیلی تاثیر داشته توی روندی که باعث شد بازیکن‌ها پیشرفت کنن. یکی از چیزایی که تیم شما موفق شد توش به نظرم مسابقات جونیوری بود که قبلش بودن بچه‌ها، مثلا بردی و شریفی اصلا لول آپ کرد توی مسابقات آسیایی جونیور و وقتی باور پیدا کرد اصلا، و وقتی اومد توی این مسابقات با اعتماد به نفس کامل اومد توی این مسابقات. اگه این مسابقات لیگ قبل از اعزام شما بود شاید بردی و شریفی اینجوری بازی نمی‌کرد. میدونی یه سری چیزا به خود بازیکن‌ها و یه سری چیزا به مدیریت و تیم ورک تیم‌ها ربط داره دیگه. نگفتی چند تا تیم بودن؟ ببین اون شرایط حالا تساوی. ببین من 6 تا تیم بین 5 تا 7 تا تیمو در نظر داشتم که بیان تو لیگ شرکت کنن که خب 6 تا تیم با توجه به اسپانسرایی که اومدن شرکت کردن. یه تیم اف جی بی توینز بود، تیم سینرژی بود، تیم گلد که تیم مازینا بود، تیم رعد پدافند که ارتش بود و بهار زنده رود و لاماری بود که همه تیم‌ها واقعا خوب کار کردن. دیگه اگه چیزی در مورد قوانینش همون پرسیدم که 2 تا تیم مساوی بشن چجوریه؟ اگه 3 تا تیم هم امتیاز بشن چجوریه؟ اگه 2 تا تیم توی لیگ یا حالا توی گروه با هم امتیاز شن، اینو همیشه من حالا تو آدینه هم خیلی پیش میاد، اگه 2 تا تیم هم امتیاز شن خب طبیعتا بازی رو در روشون در نظر گرفته میشه. اما اگه 3 تا تیم با هم امتیاز شن به ترتیب تفاضل‌ها رو در نظر میگیرن برای رده‌بندیشون. تفاضل چیشون رو اول از همه تفاضل برد و باختاشون، بعد میاد تفاضل ست‌های گرفتهشون و بعد تفاضل گیم‌های گرفتهشون که این مشخص میکنه که حالا کدوم تیمی تو چه لولی داره. دقیقاً تفاضل برد و باخت‌ها همه یکی شده، چون ما بازی آخر که حالا اون اتفاق افتاد و دانیال بنده خدا رفت تو شیشه و سرش اونجوری شد و مجبور شدیم بازی رو حالا سوال قرار بپرسم. آره مجبور شدیم که بازی رو ریتایر کنیم و بیایم بیرون. اون اتفاق افتاد که ما اون بازی رو باختیم. حالا محمدینا بازیشون رو بردن، حالا سر ست شماری ما تونستیم. ببین 3 تا تیمی که بالاترین امتیاز داشتن هر 3 تا تیم 12 امتیاز داشتن، یعنی با یه باخت، چون هر تیمی 5 تا بازی کرده بود. بله 12 امتیاز داشتن. تیم اول بر اساس بازی‌های برده اول شد،
که تو تفاضل بازی بردش اگه اشتباه نه نکنم تفاضل هم برابر شده بود 3 شد. تفاضل ست رفتیم توی تفاضل ست که بازی دوم شما 6 بود. آره که بازی دوم شما که محمد کاظمی و دانیال قارونی جلوی امیر سینا و علی طاهری قرار گرفتن تقریبا بازی فینال بود. یعنی اگه ما می‌بردیم اول می‌شدیم، اگه اونا می‌بردن اونا اول می‌شدن. بله. که خب تیم شما برد و شما اول شدین. توی بین تفاضلایی که توی تیم دوم و سوم داشتن توی گیم شماری آره 3 تاشون برابر بودن، تفاضلشون رفته رو گیم شماری 21-19. آره یعنی اگه 2 گیم 3 گیم تیم داریوش و آریا روغنی اینا بیشتر گرفته بودن اختلاف تو تورنمنت اینا جای اونا بودن دوم و خیلی نشون میده که رقابتشون واقعا نزدیک بوده. چه بازی جذابی هم بود. داریوش و آریا روغنی مقابل فرزاد صدرا. زدی به اینجا ببینم. یالا کمون باری کلا برد. این دیگه واقعا بازی ببین روز آخر 3 تا بازی خیلی خوب داشتیم. یکیش بازی خود مازینا بود که حالا با توجه به اتفاقی که افتاد اصلا رفت توی داستان دیگه، ولی تماشاچی زیاد، هیجان زیاد و خیلی بازی سطح بالایی داشت. تقریبی چقدر تماشاچی بود روز آخر؟ فکر می‌کنم روز آخر راحت روی 400-500 نفر فکر می‌کنم کل مجموعه تماشاچی بود، در حدی که حالا با توجه به اتفاقی که افتاد زمین 2 رو دیگه نداشتیم. این جمعیت رفت زمین 1 متمرکز شد رو زمین 1 و من به عنوان برگزار کننده اصلا هیچ جوره نمیتونستم این تماشاچی رو کنترل کنم. تماشاچی استادیوم شمشیر زمین دیگه کجا بریزه پایین‌تری نداره. اتاق آرزا اون پشتیه رو میگی؟ نه پشتیه درست بود، همه نشسته بودن، پاییناش خیلی وایساده بودن کنار زمین. و ببین یکی از بزرگترین چیزایی که من همیشه تو آدینه‌ها و مسابقه‌ها میگم آقا کنار زمین، الان میگم خنده‌تون میگیره، کنار زمین وای نستیم. ببین نمونه‌هاشو دیدیم. بله راکت پس شد، خدا آقا ارشیا ویدیوشو میذاریم توی همین. آره ببین راکت دوستمون پاره شد کنار زمین به عنوان عکاس. چه جنس قلابی میگیرن که پاره شه؟ از امیر محمد بعید جنس قلابی بود. یا ببین حاشیه‌ای که تو بازی فرسادینا بود کنار زمین تماشاچی، خب ما با عنوان برگزار کننده نباید اصولا اجازه بدیم کنار زمین کسی وایسه، ولی اینقدر حجم تماشاچی زیاد بود دیگه نمیشد کنترلش کرد. ولی یه حاشیه‌ای هم پیش اومد سر این داستان، اصلا جالبی نبود واقعا. و به دفعه فکر کنم اصلا سر همون فرساد برد بازی، انگیزه بیشتر گرفت. یعنی یهویی فقط می‌خواستش که حالا یه جوری ولی از جذابیت‌های تورنمنت بود دیگه، خیلی باحال. حالا ما نمیشه که این لیگ کشوری کنیم. یه لیگی باشه که من نظرمه که اگه یه لیگ کشوری خیلی درست و منظم داشته باشیم که 6 ماه 3 تا 6 ماه تداوم داشته باشه، یعنی هفته‌ای یا 2 هفته یه بار لیگ باشه، باعث میشه که با اسپانسرایی که اومدن باعث میشه که درآمدزایی برای بازیکن‌ها به وجود بیاد و این اتفاق باعث میشه که بازیکن‌ها کمتر احتیاج مالی داشته باشن، به خاطر اینکه لیگ داره پولشو میده، مجبوره که تمرین کنه، میتونه شاگرد کمتر بزنه، نگرانی مالی نداره و این باعث پیشرفت پدل میشه. اتفاقی که سالیان قبل توی تنیس میافتاد و بازیکن‌ها از لیگی که پول میگرفتن درآمدشون رو داشتن، لیگ اون تیم براشون تمرین میذاشت، تمرین میکردن، آخر هر هفته لیگشون و مسابقهشون رو میدادن و 6 ماه سال اینطوری میرفت جلو و تنیس ایران واقعا لولش بالا بود. از جایی که این لیگ کنسل شد به نظر من اتفاق بدی بود برای تنیس و حالا ما میتونیم از این استفاده کنیم. میگم آقا این باعث پیشرفت بوده اون موقع، الان ما میگیم آقا لیگ پدل میتونه باعث شه درآمد داشته باشه برای بازیکن‌ها، باعث شه که تمرین کنن، باعث شه هر هفته یا 2 هفته یه بار مسابقه بدن و
باعث این میشه که شاگرد کمتر بزنن، بیشتر به فکر تمرین کردن باشن و خودشون رو پیشرفت بدن. ببین از دوره اولی که لیگ رو برگزار کردیم دوباره همون بحث آدینه و کشوری و ایناست. الان یه مقداری ببین اسم این لیگی که این 3 دوره‌ای که ما برگزار کردیم آدینه لیگه، مربوط به باشگاهه. خب طبیعتاً احتیاج لیگ کشوری از روز اولی که پدل راه افتاده هست. این 3 دوره‌ای که ما برگزار کردیم از دوره دوم تا این دوره آخری که همین هفته پیش بود واقعا احساس شد که این لیگ کاش که کشوری باشه. خب طبیعتا وقتی بره تو قالب کشوری و فدراسیون یه مقداری شرایط متفاوت میشه، یه سری کارا رو دیگه نمیشه انجام داد، مثلا پادبندی‌ها یه سری شرایط و قوانینش تغییر میکنه، قوانین جدید میذاره. آره خب همین ببین ما برنامه‌ریزیشو داریم میکنیم برای سال جدید. خب یعنی من تا اواخر بهمن باید اساسنامه لیگ اولین دوره لیگ پدل کشوری رو باید تحویل فدراسیون بدم که از سال دیگه شروع میشه. چیزی که تو ذهنمونه با توجه به صحبتی که با آقای خراچی رئیس انجمن داشتم اینه که این لیگی که میخوایم برگزار کنیم برای سری اولش احتمالا یه مقداری باید جنبه آزمایشی داشته باشه و نمیتونیم خیلی طولانی مدت برگزارش کنیم. چیزی که تو ذهنمه اینه که 3 ماهه باشه، یعنی تو دوره اولش 3 ماهه باشه و به میزبانی 3 تا شهر یا 3 تا باشگاه. حالا 3 تا باشگاه بگم باز بهتره، ممکنه 2 تاش مثلا توی یه شهر باشه یکیش یه شهر دیگه، ولی 3 تا باشگاه مختلف. و دارم اساسنامه‌شو می‌نویسم ان شاءالله از سال جدید که شروع میشه از اواخر فروردین ماه لیگ کشوری رو خواهیم داشت. میشه قول بهم بدی؟ بفرمایید. این دفعه گفتم ولی انجام ندادین. لطفاً یه قانون بذارین که همه تیم ها موظفن یک بازیکن جونیور داشته باشن و ازش استفاده کنن. باید ببینم باگاش چیه، باید ببینم اگه این کارو بکنیم چه خوبیایی داره چه بدیایی داره. خوبیاش خیلی بیشتر از بدیاشه. شاید اجبار ما توی بازیکن‌های لول A مون هم 2-3 تا بازیکن داریم که با بقیه لولشون فرق میکنه. خب ولی تو جوانان هم همینن، ولی این باعث میشه جوانای ما بتونن پیشرفت کنن. ببین کلا موافق اجبار کردن چیزی برای یه تیم و اسپانسر من زیاد نیستم، ولی باز میگم یه وقتایی هستش تو میبینی مثلا منافع این داستان به اینه که خب پدل ایران پیشرفت کنه، آینده پدل ایران پیشرفت کنه، درآمد داشته باشه برای یک بازیکن مثل صدرا بدون توی لیگ بیره بازی میکنه. خب چون بازیکن جوان خوبیه، بردیا شریفی، رامتی رافع، ایکس ایگرگ، اینا درآمد دارن. میگم باید نمیگم آره از اون میگم خب نمیتونم الان قول بدم، باید بررسی کنم ببینم چه خوبی‌ها و چه بدیایی داره. طبیعتا خب اگه ببینیم برای رشد پدل ایران خوبه خب چرا نکنیم، 100% این کارو میکنیم. خب برگردیم دوباره به لیگ تویست که برگزار شد. تقریبا شما هر راند تیم اول بودید، پدافن همجوری دوم بود تا رسیدیم به اون بازی آخر کذایی. واقعا چی شد یعنی من اون صدایی که شنیدم واقعا ترسیدم. و تعریف کن که چی شد. دنی یهو با کمر با سر رفت تو شیشه ترک خورد و بازی تقریبا 40-45 دقیقه همجوری دست هولد شده بود و دفتر آقا اینا دفتر اصلاحات بکشه جای گرم. چرا دکتر بیاد؟ دکتر خودت بیا. میدونی چی شد؟ ما بازیمون بازی راحتی بود. خب دیدی از وقتی بازی راحتیه نمیگم شل دست کم میگیری حریف تو یهو میبینی همچنین دست کم گرفتنی هم نبودن، خوب دارن میزنن. یه ذره هم تماشاچی‌ها زیاد بودن، یه ذره هم من هم دنی توی جو بازی قرار گرفتیم ولی دست کم زیاد گرفته بودیم. یهو دیدیم یه بریک شدیم و یه ست باختیم. ست دوم دیگه صفر کردیم، بازی رو تازه شروع کردیم دیگه. اونجا تازه زدیم و رفتیم ست سوم. پوینت اول ست سوم، پوینت دوم، پوینت اول همون اول اون پوینت شد. پوینت اول رفتیم یه رلی طولانی و توپه اومد دنی فکر کرد اوت دوید رفت، دید اوت نشد، دوید رفت درش بری که اصلا نباید به نظر من میرفت، ولی من میدونم از توپه تمام شده بودم. آره از ترس این که من نگم چرا اینو ولش کردید دوید عقب یه جوری رفت این توپو در بیاره که من اصلا نگاه نکردم، چون همین که توپ رو ول کرد من کلمه ایوری کردم گفتم فلان شده چرا اینو ول میکنی. یهو دیدم یه صدای اینجوری اومد، برگشتم دیدم
اول شیشه رو ندیدم، دنی رو دیدم که اینجوری افتاده، یهو برگشتم بالا سرش دیدم شیشه پودر شده. خدا رو شکر که شیشه ها لامینیت بود، لامینیت دیگه ها، سکوریت لامینیت چی جفتشه و نریخت، چون هم رو دنی میریخت هم رو تماشاچیای پشتش میریخت. اصلا خیلی اتفاق ترسناکی بود. خب چرا؟ چون ببین دنی خب پشتش اول اصلا پشتش خورد توی شیشه و ادامهش سرش خورد و این باعث شد شوک شه. یعنی اصلا در حدی شوک شده بود که وقتی من رفتم بالا سرش و مازینا همه بودن خودش شوک شده بود، یعنی از ضربه‌ای که خورده بود، چون اصلا اتفاق عجیبی بود. جو این همه جمعیت، همه نگران، همه میدونی یه حال عجیبی اصلا اتفاق افتاد که دیگه دکتر اومد و دکتر شروع کرد چک کردن و حالا تو دکتر اومد. آره دیگه دکتر بیرامی اومد بالا سرش یه سری تستا رو گرفت، ولی حالا همینجوری که رفت جلو یواش یواش بلندش کردیم، ولی وقتی بلندش کردیم نمی‌تونست راه بره، سردرد داشت و نمی‌تونست راه بره، شوک شده بود. اصلا خیلی اتفاق عجیبی بود. خب از نظر داوری سرداور اومد اونجا یه تایم مثل که محدودی داره بابت این داستان، بعد اینکه این تایم میگذره پوینت رو میده، بعد 3 تا حالا ما به خاطر اینکه زمین شکسته بود و ما نمیتونستیم زمین استفاده کنیم تایم بیشتر شد، وگرنه توی قانونی داره. آره همین دقیقاً سوالی که می‌خواستم بپرسم این بود که دنی خیلی خوب اصرار داشت که بازی کنه، تو خیلی اصرار داشتی بازی بکنی. آخه خودش داشت با اینکه ببین بیایم عقب‌تر. ببین دکتر اومد بالا سرش، بردیمش زمین و اونور نشوندیمش. خب اول اینکه چقدر سخت بود که واقعا همه را نگرانی در بیاریم و دورشو خلوت کنیم. یعنی اصلا یه لحظه نظم اونجا از دستمون در رفت. این تمام برگزار کننده و سرداورا و حراست و اینا اصلا نمیتونستن جمعیت رو کنترل کنن، ولی بردیم نشوندیمش، روش پتو انداختیم، شوک شده بود، تب و لرز، یه حالت لرزی هم گرفته بود، یه ذره پتو انداختیم روش. دکتر اومد چک کرد و اینا. ببین دکتر نظرش این بود، من دکتر رو بردم کنار باهاش صحبت کردم، نظرش این بود که به هر علتی ضربه‌ای که به سر خورده و این حالتی که این داره طبیعی نیست و شاید بتونه بازی کنه، ولی اگه 1,000,000% یه لخته‌ای تو سرش ایجاد شده باشه، این عواقبی که خواهد داشت هممون به مشکل میخوریم که هیچ، خودمون رو که نخواهیم بخشید که هیچ، و از همه مهمتر سلامتی خودش. و من اونجا اصلا دیدم که آقا اصلا یه لیگه، یه آدینه است، درسته خیلی هیجان بالاست، حساسیت بالاست، برای همین مهمه که ببرن، ولی در نهایت سلامتی. منم خودم یه جایی به این نتیجه رسیدم، واقعا اون جایی که دیگه تا خیلی جا به نتیجه نمیرسیدی، یعنی نمیرسیدم به خاطر اینکه ما با خانم فتحی بنده خدا نمی اومد یه بازی اینقدر راحت. آره ماسی، ولی دیگه حالا یه بازی دیگه من اشتباه کردم، بازی گفتم آقا این حالا آره چرا؟ آره بعد رفتیم تو دفتر بعدی اصرار کردن بازی باید بکنم، فوتبال گفتم دنی جان من واسه سلامتی تو میگم. مثلا بعد به جایی رسید که من و مهداد خازه‌ای که اسپانسر مسابقات بود، حالا تو جایگاه اسپانسر، بعد سرداور، اینا اصلا یه جور شد که گفتیم آقا اصلا تو بخوای که هیچ چی ما نمیذاریم، باید همین الان بری بیمارستان سی تی اسکن بگیری. که یک بابا اتفاق زیاد افتاده، تا دکتر براش مثال زد، با من داشتم این موردو که یه همچین چیزی لخته ایجاد شده، طرف رفته شب خوابیده صبح بیدار نشده، خیلی اتفاق ممکنه بدی باشه. خدا رو شکر سی تی اسکن گرفت تو مشکلی نبود، همون موقع فرستادیمش دکتر، منفی شده داره میام، گفتم داشت تموم شد دیگه مسابقه. پس این سوال اصلی که در از قانونی بود این که سرداور پزشک بازی رو 100%. تو من به سرداور مسابقات تنیس آقای ابراهیمیان هم زنگ زد، خود ارمغان جان زنگ زد بهش، زنگ زد گذاشت رو اسپیکر، من صحبت کردم، گفت آره قانونا اگه دکتر و سرداور تشخیص بدن میتونه بازیکن بازی نکنه دیگه. اونجا من دیگه چیزی نمی‌تونستم. اصلا ببین تو هیچ شرایطی اصلا نمیشه ریسک کرد. بابا چه کاریه؟ یه مسابقه است. سرم شکست بود، می‌خواستم بازی کنم. بله. هزار جو حالا بازی بعدی رو بردن قهرمان شدن دیگه. چیزی چی میگن؟ گروه گردن ما رو نگرفتن ولی آره مهداد هم دمش گرم واقعا. به عنوان حالا درسته که علاوه اجرایی یا قانونی بهتره بگم که نمیتونست این کار انجام بده، ولی به عنوان کسی که برگزار کننده بود پاش وایسید و گفت آقا نمیذارم یه اتفاق بیفته و بازی بکن، چون فردا هر اتفاقی بیفته واقعا مسئولیتش با همه مجموعه است. ببین حالا که اسم مهداد اومد، حالا بذار من یه تشکر واقعا ویژه از مهداد بکنم، مهداد خازه‌ای. یعنی ببین این 3 دوره لیگ، این 3 دوره هیجان،
این همه تماشاچی بودنش تو مجموعه بازی‌های خفنی که انجام شد، یعنی واقعا همه اینا مدیون مهدادن که این اسپانسری رو آورد تو مجموعه و هممون هم میدونیم هیچ منافعی براش نداره، یعنی فقط دلی این کارو کرد. اصلا باعث و بانی این لیگی که جریانش رو افتاد و این دوره سومش بود کاملا مهداده و واقعا باید ازش تشکر کنیم، یعنی یه جورایی قشنگ مدیون پدل بهش. که مسابقات تیم ملی هم که رفتیم باز اونجا بهمون کمک کرد. هر جا پدل بهش نیاز داشته یا نیاز به کمک داشته مهداد جز اولین نفرایی بوده که اونجا بود. دمش گرم. درصدی از ثبت نام تیم هایی که توی لیگ شرکت کردن و حالا با موافقت مهندس خرازچی مهداد گذاشت برای تیم ملی جونیور، اعزام تیم ملی جونیور. حالا بماند که کنار اون باز هم خودش جداگونه حمایت کمک، اصلا میگم دیگه اصلا باید فقط تشکر کنیم ازش که این باعث شد که این مسابقات بگیره. خب سهراب جون خیلی بحث مفیدی بود، به نظر من یکی از مفیدترین تای بریک هایی بود که تا الان ما ضبط کردیم، خیلی طولانی و مفید بود. ولی طولانی شد بحث نه خیلی میگم من خودم 10 تا مورد گوشتم دونه دونه مطرح شد و خط زدم. مسابقاتی پیش رو داریم؟ ببین اتفاقا چند روز پیش جلسه‌ای داشتیم با دکتر عزیزی با فدراسیون جهانی FIP، خیلی جالبه. یه سری مسابقات خیلی جالب داریم تو راه. یکی مسابقات آسیایی، قهرمانی آسیایی آقایون و خانم‌ها رو داریم که احتمال زیاد تو اکتبر 2020 شنیدم این همین فرمتی که برای جونیورا بوده قراره برای آقایون برای بزرگسالان هم باشه، یعنی هم تیمی هم جدا. آره، هم برای آقایون هم برای خانم‌ها، ولی هنوز گفتن که تو ژانویه اطلاعات دقیقشو میدن. مسابقات دیگه‌ای که تو راه داریم مسابقات آسیایی دانشجوهاست. 15 فروردینه فکر کنم. ببین تاریخ دقیقش کدوم ندادن، فقط گفتن تو بعد تعطیلات کریسمس اعلام میکنن. آره. یه دونه دیگه مسابقه‌ای که داریم خیلی جالبه، همونطوری که جوونا آمادن سینیورا آماده باشن. آسیایی سینیور. منو تو دیگه فکر کنم بعد منم بیام. انها جنوش بیاد. آره دیگه سن بالا بازی. مثلا بازیکنای خوبو داریم میگیم. ببین با یه پا بازی میکنم با یه پا. خلاصه اونو داریم. مسابقات سینیور آسیایی رو داریم که فکر کنم خیلی چه توی اون دانشجویی چه توی این سینیوره آسیاییه. آره آسیایی. خیلی انگیزه بیشتر شد. آره اصلا خیلی انوشخان بعد امید من انوش بعد آقای قیاسی خیلی زیادیم. یعنی جمع بزنیم بعد بشیم سوا کنیم دوباره بعد بریم تو چالش کی بره کی نره. و یه مسابقه دیگه ای که داریم کوالی جونیوراست، همون مسابقاتی که شما رفتین تقریبا شبیه اونه ولی کوالی جام جهانی جونیوراست که توی 2026 فکر میکنم جام جهانی جونیور برگزار میشه که دیگه اون جهانیه. اینی که رفتن شما آسیاییه. آره. یه دونه کوالیشه که آسیاییه. آره. و تو سال 2026 هم حالا مسابقات کوالی تیم ملی رو داریم دوباره فکر میکنم. و همین دیگه جام رمضان هم جام رمضان با یاسم یادم رفت. جام رمضان که فکر اگه اشتباه نکنم فکر کنم 14 اسفند باشگاه ناس دبی دعوتمون خواهد کرد. امیدواریم دوباره باشه. آره دیگه با توجه به اون تماشاچیایی که با خودمون جاش عوض شه فقط. چرا تکراری شده بابا خوبه جاش. داریش خوبه. امکاناتو فراهم میکنه. یه جا دیگه هم قهرمان بشیم، همین که تنوعی میشه دیگه. کجا عوض کنه؟ یعنی تو هم دبی عوض شه؟ آره تو دبی عوض شه. بهترین باشگاه اونجاست. میدونم ولی یادت تنوعی هم باشه. حالا خلاصه اونو داریم دیگه. 14 ایران چی داخل ایران؟ داخل ایران یه دونه 1000 امتیازی اصفهان رو احتمالاً خواهیم داشت توی بهمن ماه. تاریخ دقیق نمیتونم بگم که چندم بهمن ولی احتمالاً بشه اواسط تا اواخر بهمن تو اون بازه بعد باشه. یه 1000 امتیازی اونو داریم. حالا شاید مسابقات 1000 امتیازی دیگه ای هم تو راه باشه ولی فعلا ایناست. 250 500 300 و این اصلا دیگه نداره. خیلی بعیده چون هر چی داریم میریم اون برتر. این واسه اعزام جام رمضان یه مقداری درگیر تیم ملی میشیم، یه ذره مسابقات تحت شعاعمون قرار میگیره دیگه. همون داره میریم به سمت اونور. من میگم مسابقات هرچی بیشتر باشه کمک میکنه و اصلا که بتونه بازیکناشو بهتر هم راحت‌تر انتخاب کنه. شاید مثلا 1000 امتیازی رو یه دونه دیگه داشته باشیم. 250 یه ذره اگه من مثال گفتم. آره ولی احتمالش هست. ازش میتونه بازیکنای خوبی تو شهرستان احتمالش هست داشته باشیم. آره. خب ما طبق روال هر هفته یه سری سوالات شخصی و نیمه خصوصی داریم از مهمونمون.
آماده سورا؟ ببینیم چیه. استرس گرفتم. چای یا قهوه رو گفتن که دی نپرسید. آخه این چه سوالیه؟ چای یا قهوه؟ هر کدوم جای خودش داره. صبح قهوه بعدش چای. سوالی آخه. خب بازیکن مورد علاقت خانم آقا خارجی؟ دپا. حالا ایرانیش هم آقایون که چینگوتو بهش میگفتن دیگه. خودم خانوما هم که دلفی. خانوما دلفی قشنگه. ایرانی چی؟ آقایون دیگه فرساد. آره دیگه خانوما که فرساد. خانوما چی؟ خانوما هم صحابه. خواننده مورد علاقت کیه؟ ببین خواننده مورد علاقه ندارم. ایرانی خارجی؟ ایرانیه که حالا نگم یه چیزه ولی ایرانی زیاد گوش نمیدم. نه دیگه ایرانی گوش نمیدم. ولی من بیشتر موزیک الکترونیک و همین چی گوش میدم، ولی الکترونیک و دیپ هاوس و هاوس و اینجوری چیزا خیلی زیاد گوش میدم بیشتر. تو اون ژانر الکترونیک چه گروه یا چی؟ مثلا پولو امپن رو دوست دارم. پولو امپن خیلی حال میکنم. فرانسوی ان بلک کافی حال میکنم دیگه. خیلی ها میگم بسیاری داره، ولی همه جور موزیک گوش میدم دیگه. کلا کاری که هر روز باید انجام بدی؟ دوش. این اصلا واجب ترین چیزه. میاد در خونه میام بیرون بعد دوش که همه بگیریم. نه خیلی ها نمیگیرن. هر روز نمیگیرن یه سری خودت تو پدل دیگه اینو احساس نمی‌کنی خیلی دوش نمیگیرن؟ خیلی بوها شاید میگم. بزرگترین تفریح یا هابیت چیه؟ ببین از پدل دیگه. آخه این چه دیگه واقعا پدل. ولی ببین یه چیزی که خیلی زیاد انجام میدم ولی نباید انجام بدم ریل دیدنه. ریلزای اینستاگرام. این مثلا شب قبل خواب مثلا 2 ساعت ریلز دارم میبینم. آقا نبین خیلی بده. خیلی چیز بدیه. ولی مثل باطلاقه داری میبینی هی میری بعدی باز میری آره آخرش باز خنده داره یا مثلا آموزنده است یا مثلا نمیدونم فلانه. همه چی هم هست. عجیب ترین مهارتت؟ برگزاری مسابقات. عجیب ترین مهارتم نمیدونم. بابا برو سوال بعدی. حیوان خونگی داری؟ نه ولی خیلی دوست دارم داشته باشم، ولی به خاطر اینکه تنها زندگی میکنم مثلا نمیتونم واقعا تایم نمیتونم بذارم واسش. ولی خود مامانم اینا هست دیگه. گربه دارم میرم همیشه میرم. آره عشق میکنم باش. ولی خودم اگه بودم سگ میآوردم. عجیب ترین حرف و حدیثی که پشت سر زدن توی باشگاه. دلت ترینش نمیدونم رابطم با فلانی بگیر تا اصلا این الان سر مسابقات نمیدونم این تقلبو کرد، این کارو کرد، اون کارو کرد. بابا نمونهش اصلا بهت بگم مسابقات یزد رو که قرعه کشی کردم نشستم، سردابر کنارم نشست، تمام بساط قرعه کشی جلو بود، قرعه کشی عدال حذفی، همه بازیکنان نشسته بودن، مسئولین فلان اینا. آخرش که قرعه کشی تموم شد خیلی معتقد بودن که این یه اتفاقی توش افتاده و خیلی برای خودم عجیب بود که دیگه بابا جلوی خودتون انجام دادم چرا اینجوری فکر می‌کنی؟ یعنی اونو که اصلا نگو، دائم پشتم حرف و این چیزا زیاد راجبم میگن دیگه، ولی اوکی عادت کردم. چه ورزشای دیگه می‌کنی به جز پدل؟ فوتبال خیلی دلم میخواد ولی واقعا به خاطر فوتبال چمن یا نه سالن چون قبلا هم خودم فوتبالیست سالن بودم ولی دیگه زمان چند سایی آقا فربید. آره اسکی هم که یه سالیه دوباره شروع کردم به لطف اصرار همتون دیگه میریم اسکی. اگه برفی بیاد که نمیاد میریم یه اسکی هم بریم دیگه به لطف آقای گلزار فکر کنم. آره دیگه واقعا آقای گلزار واقعا ببین پارسال یعنی به زور اون رفتیم واقعا. اصلا نمیرفتم اسکی میترسیدم بابا یا پامون بره چیزی بشه. الان دیگه پاتون نمیره دیگه. الان فعلا برف بیاد ببینیم پامون میره یا نمیره. فعلا برف نیومده بعد بریم اسکی رو سنگ بکنیم. خب آخرین سوالی هم که همیشه از مهمونای عزیزمون میپرسیم، سورا اصولا تای بریک بازی یا نه؟ ببین تای بریک یه منتالیه، حالا اگه منتالت بکشه داغ دیده یاره. این یاد چیز افتادم. چی؟ صدرا و بحرین افتادم. تای بریک یادم ننداز. خیلی ناراحت کننده تای بریک زندگی بود. استرسی که ما این ور کشیدیم پای موبایل بعد بودی میدیدی، یعنی هر کی تو موبایلش یه سری تو تلویزیون بردن تای بریک، سه دوم تای بریک باختن. دقیقاً همینه دیگه. سه دوم 8 بریک پوینت نگرفتن رفت تای بریک بعد میبردیم. یکی از اتفاقای بزرگی پدل بود اصلا فینال و اصلا همینه دقیقاً همینه. ببین ست 2 رو خب منتالشون کشیده تای بریک رو بردن ولی ست 3 حساسیت بالا استرس فلان نمیبری.
دمت گرم. خیلی گفتگوی جذابی بود، یکم طولانی شد ولی به نظرم واقعا نکات خیلی مهمی داشت. خیلی سوالاتی که شاید کسایی که پدل بازی میکنن تو ذهنشون بود تو این صحبت ها فکر کنم تقریبا بهش جواب داده شد. مرسی مازیار، تبریک میگم مجدد به قهرمان شدی. مرسی سهراب جون، مرسی از شما بیننده‌های عزیز، مرسی از ارشیا برقی عزیز. ارشیا برقی جای داریوش و مرتضی خالی بود. دمشون گرم. داریوش نجفی داریوش آره. امیدوارم که این بحثایی که میکنیم و این اتفاقایی که میفته کمک کنه به پدل، سازنده باشه. اگر شوخی میکنیم، اگر انتقادی میکنیم، امیدوارم از دستمون ناراحت نشین. واقعا همه ما با هم دوستیم، همه خانواده ایم، میخوایم فقط به پدل کمک کنیم و ما هم انتقاد پذیریم. اگر انتقادی بهمون میشه 100% سعی میکنیم که اونو قبول کنیم و کمک کنه به بهبود برنامه‌مون. همین. خیلی ممنون. امیدوارم که هیچ وقت زندگیتون به تای بریک نکشه. اگرم کشید همیشه برنده باشید. مرسی. سارا جون بریم. دمتون گرم از دعوتتون.